بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. طبق معمول یکی دو ماهی که گذشت در شروع برنامه یکی از رسوایی ها و دروغ های بزرگ آیت الله دکتر حسینی قزوینی، شیخ مفید زمان در علم رجال، اگر در حوزه دوتا باشه یکیش ایشون هست به قول خودش، که چگونه به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دروغ میبنده که ایشون در کتاب منهاج السنه گفته که اصل مذاهب اهل سنت و رؤوس این مذاهب شیخ ابن تیمیه ذکر کرده که امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله اینا کافر و زندیق هستند و این دروغ و تهمت رو به کتاب منهاج السنه و به شیخ الاسلام ابن تیمیه میبنده. با همین کلیپ رو میبینیم و ما همچنان منتظر هستیم که ایشون یا شاگردانشون اگر یک جو مردانگی و غیرت دارن این مطلب رو از کتاب منهاج السنه نشون بدن و اگر که نیست و طبعا ایشون دروغ گفته بیاد و از اهل سنت معذرت خواهی بکنه به خاطر دروغ پردازیاش. حالا دروغ های زیادی ما از ایشون پخش کردیم که شاید به بیش از 200 کلیپ برسه در مدت این چند سال. منتها این یکی از دروغایی است که دیگه واقعا افتضاح هست که هیچ اصلا صداش هم در نمیاره، انگار نه انگار، و دیگه سنگ پای قزوین است دیگه، چی میشه گفت. با هم کلیپ رو ببینیم. جزء سادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب، انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید، آقای جوان حنفی بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن،
بقیش خزعبلاتی از که حالا دروغی میگه، بعد دیگه قبل و بعدش یک سری دروغای دیگه باید بگه تا بتونه که بیننده رو اغفال بکنه. اینم فن دروغگوییش قبلا ما کلیپش رو پخش کردیم که ایشون چطور بلده که احمد جان اگر صدا تصویر رو داشته باشی. تمام چون وقتی آدم که دروغ میخواد ببافه میاد تمام ریزکاری ها را طوری بیان میکنه که طرف شبهه‌ای نکنه در اونجا. اگه دروغ ببافه 7-8 تا دروغ هم مقدمه مؤخره میاره، مسئله را طبیعی جلوه بده. تمام چون بله، این فن دروغگویی بود که خودش کاملا این رو اجرا میکنه در شبکه و به شاگردانش هم همین مطلب رو همیشه القا میکنه. و خب آدم که مثل قزوینی شرم و حیا نداشته باشه بعد از این حرفا میزنه. با هم ببینیم. فلانی روایات ما رو صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت رو آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. روایت رو آورده رو آنتن و آقایان هم دیدن. بله بینندگان عزیز ما، روایت رو هم دیدن و دروغگویی شما رو هم دیدن. و جالب است که این آدم بی حیا، یعنی وقتی که میخواد دروغ بگه حرفای جالبی میزنه که اگر واقعا این حرفاش نبود کلیپای که ما پخش میکنیم خیلی خسته کن میشد. دروغی میگه، بعد یک سری حرفای عجیب و غریبی هم میاد میزنه. یک نمونهش اینه. این کلیپش رو پخش بکنم خدمت شما عزیزان. واقعا یعنی بی حیاتر از این آخون من تا حالا ندیدم. خیلی آدم ماهر است، همونطوری که فن دروغگویی رو یاد میده به شاگردانش، بلده که چطوری دروغ بگه و چطوری فریب بده بینندگان رو. احمد جان صدا اینو داری؟ بله. یک کلیپی هست، حالا من با این برنامه اگر ببینم باز بشه این. بله این کلیپ این صدای این کلیپ رو احمد جان داشته باش ببین که چی میگه. این سخت‌ترین شبهات، البته از دیدگاه آقایان، چون شبهات اینها همه عبد و خیاری هست و برای شما عرض کنم سرابی بیش نیست. اینها میرن به قول 5 ماه 6 ماه یک شبهه درست میکنن. وقتی میان مطرح میکنن دوستان ما در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه همه چیز رو میبره. بله همه چیز را، آتش نمرودشون بله رو با یک به قول شما به قول فلشتانگشون خلاصه همه چی را با خود شبهه افکن و غیره همه چی رو میبره. بله حالا ما تحدی کردیم همیشه، حالا به قول ایشون عبدوخیاری، این عبدوخیاری که شما در مورد کتاب منهاج السنه و شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتی، این رو بیا جواب بده. اگر مردی، اگر غیرت و شهامت داری، اگر ذره تقوا و ایمان در وجودت هست، اگر واقعا در این حوزه علمیه که شما اونجا درس خوندی و از اونجا مدرک گرفتی، دکتر شدی، آیت الله شدی، ذره شرافت وجود داره، اخلاق وجود داره، بیا اینو جواب بده. و ما یقین داریم که نمیتونی جواب بده چون دروغ گفتی. بله دوستان عزیز، در کتاب
منهاج السنه این مطلبی که ایشون ذکر میکنه. احمد جان اگر که دوربین رو نشون بدی. این کتاب منهاج السنه است. این کتاب منهاج السنه است و همون که ایشون میگفت چاپ عربستان هم هست و در جلد سوم در صفحه 696 و در چاپ های دیگه صفحه 300 جلد 6 صفحه 301 و 302 اینجا در مورد اصل مذهب رافضه‌گری داره صحبت میکنه. میگه در بین طوائف دروغگوتر و تکذیب کننده صدق مثل روافض پیدا نمیشه، چرا که رؤوس مذهبشان و کسانی که این بدعت رو آوردن و تأسیس کردن منافقین و زنادقه بودن، چنانچه از تعداد زیادی از اهل علم ذکر شده در این مورد. اما در مورد مذاهب دیگه مانند وعیدیه و قدریه و غیره، حتی مرجئه و اینا، میگه که اصل رؤوس اینها کسی نگفته که زندیق و منافق بودن. بعد از این مسئله میاد یک جنبندی کلی میکنه که اصل این مذهب رافضه‌گری اگر که منظور مذاهب اهل سنت می بود بعد میگفت و اصل المذاهب. اینجا میگه و اصل المذهب که برمیگرده به مذهب رافضه‌گری که در اینجا در شروع صفحه 300 در موردش صحبت کرده. اصل مذهب انما ابتدع زنادقة منافقون مرادهم افساد دین الاسلام. اصل مذهب رافضه‌گری رو زنادقه و منافقون تأسیس کردن که هدفشون هم فاسد کردن دین مبین اسلام بود. این مطلبی است که در اینجا این رو ذکر کرده، در جایی که ایشون آدرس میده و دروغ میبنده به شیخ الاسلام ابن تیمیه. من جالب است که عین همین مطلب رو در جلد اول کتاب منهاج السنه هم دیدم. احمد جان اگر نشون بدی، این جلد اول کتاب منهاج السنه است. جلد اول، همون چاپ، همون مجلد، در صفحه 12 جلد اول و در صفحه 8 در چاپ جدید، در اینجا میاد همین مطلب رو دوباره اینجا ذکر میکنه. اذا کان اصل المذهب من احداث الزنادقة المنافقین. اصل این مذهب شیعه گری، زنادقه و منافقین تأسیسش کردن. الذين عاقبهم في حياته علی امیر المؤمنین رضی الله عنه، که این زنادقه و منافقین عبدالله ابن سبی یهودی و اینا رو که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم در زمان حیاتش اینها رو چیکار کرده؟ معاقبه کرده. فحرق منهم طائفه، گروهی از آنها را با آتش کشید و طلب قتل بعدشون رو به قتل رسان. من سیف البطار ففروا من سیف البطار، از شمشیر برنده امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه فرار کردن. و توعد بجلد طائفه مفتریه، و بعضی‌ها هم شلاق زد. فی ما عرف عنه من الاخبار، چنانچه در روایات اومده. اذا قد تواتر عنه من وجوه الكتاب، چنانچه روایت متواتر وجود داره که انه قال علی على منبر الكوفه، اذ قال على منبر الكوفه وقد اسمعه من هدر خیر هذه الامه بعد نبی ابوبکر ثم عمر، که گفته که بهترین امت بعد از پیامبر ابوبکر و عمر هستند. و بذلك اجاب ابنه محمد الحنفیه، محمد پسر سیدنا علی رضی الله عنه هم این چنین اعتقاد داشت، چنانچه رواه البخاری فی صحیح، چنانچه بخاری هم روایت کرده. ولهذا در اینجا میاد میگه ولهذا كان الشيعة المتقدمون الذين سحبوا عليا او كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل ابي بکر و عمر. میگه شیعیان که در زمان عصر علی بودن، در اون زمان این شیعه با این اعتقادی که فعلا وجود داره نبودن. در اون زمان به کسانی که با علی بودن، در کنار علی بودن، میگفتن شیعه علی. با کسانی که در کنار معاویه بودن میگفتن شیعه معاویه. میگه در اون زمان هیچ کدوم اینها اختلاف نداشتن در اینکه ابوبکر و عمر بر علی افضلیت داره. منتها نزاعشون یا اختلافشون در این بود که علی بر عثمان افضلیت داره و عثمان بر علی افضلیت نداره. این هذا مما يعترف به علماء الشیعه الاکابر من الاوائل والاواخر. علمای بزرگ شیعه به این قضیه اعتراف دارن که بعضیاشون هم اینجا ذکر کرده و نمونه‌ای آورده.
پس اصل مذهب مراد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب منهاج السنه، اصل مذهبی که تأسیسش رو زنادقه و منافقون کردن مذهب شیعه اثناعشری بود، چنانچه که در کتاب‌های خودشون، در کتاب‌های شیعه در این مورد مفصل صحبت شده و مسائلی که آوردن در فرق شیعه به وضوح نشون میده که اصل این مذهب رو زنادقه و منافقین تأسیس کردن. و من از بین تعداد زیادی از کتاب‌هایی که از اینها است یکیشو نشون میدم. کتاب فرق شیعه است از نوبختی و قمی، در سال 1992 هم چاپ شده. در این کتاب در اینجا مفصل میاد در مورد فرقه که بعد از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اینا اومدن و حتی در زمان سیدنا علی شروع به فعالیت کرده بودن، که تأسیسش به عهده عبدالله ابن سبع یهودی بود. اعتقادات عبدالله ابن سبع یهودی بود که میگفت که ان علی لم یقتل و لم یموت، علی نمرده، کشته نشده و نمیمیره تا وقتی که عرب رو با عصای خودش به اصطلاح رهبری بکنه و زمین رو پر از عدل و داد بکنه. این اولین فرقه بود که بعد از اسلام قائل به وقف یعنی امامت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله شدن و اینا اولین فرقه بودن که غلو کردن و به اونها سبعیه میگن، اصحاب عبدالله ابن سبع. و اینا اولین کسایی بودن که اظهرت طعن علی ابی بکر و عمر و عثمان، طعن ابوبکر و عمر و عثمان رو میگفتن و بقیه صحابه و اعلان براءت میکردن اونجا و میگفتن که علی علیه السلام ایشون را امر کرده. از علی در این مورد پرسیدش، از علی پرسید، ایشون رو دستگیر کرد و ایشون هم اعتراف کرد عبدالله ابن سبا و علی هم امر کرد که کشته بشه و مردم به اصطلاح اعتراض کردن و کاری که دائما شیعیان دروغین علی کردن و در کنارش اظهار ولایت علی میکردن و همیشه خنجر میزدن به علی از پشت سر. و اینجا میگه که او از اصحاب علی بود و عبدالله ابن سبا کان یهودیان فاسلم و وال علیان، یهودی بود ایمان اسلام آورد و بعد ولایت علی رو اعلان کرد. و او در زمانی که یهودی بود میگفت که یوشع ابن نون امام است بعد از موسی و بعد از اینکه مسلمان شد بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد علی هم گفت که علی بعد از پیامبر امام است و هو اول من شهد القول بفرض الامام، اولین کسی که ادعای فرضیت امامت علی علیه السلام را کرد و اظهر البراءة من اعدای و اعلان براءت کرد از دشمنان علی و کاشف مخالفینش رو افشا کرد. و منها هنا از اینجاست که قال من خالف شیعه، کسی که مخالفت شیعه میکنه میگه که این اصل رفض ماخوذ من الیهودیه، اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده که اینم حقیقتی است که نمیتونن انکار بکنن. این مطلب رو من از کتاب فرق شیعه نوبختی خدمتتون نشون دادم. همین مطلب در کتاب‌های دیگری از اینها اومده که من بعضی از اینها رو فقط همینطوری نشون میدم که همین مطلب رو ذکر کردن. کتاب بهار الانوارشون احمد جان نشون بده، این بهار الانوار، این چاپ سال 1982، این هم همین مطلب در اینجا. تشکر میکنم علی جان، میبخشید علی جان، احمد جان. الله سبحانه و تعالی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه راضی و خوشنود باد. این در اخبار معرفت رجال معروف به رجال کشی، در این جام این چاپ خود ایران هست. جامعه مدرسین حوزه علمی قم اینا رو چاپ کرده در مورد عبدالله ابن سبا شخصیت 47. در اینجا مفصلا این مطلب رو آورده و از مسائلی که گفته عبدالله ابن سبا کان یدعی النبوه، ادعای نبوت را می کرد و همچنین ادعا می کرد که ان امیر المؤمنین علیه السلام او الله، امیر المؤمنین خدا هست. این مطلب در این کتاب هم اومده. تشکر می کنم. در نوبختی هم این مطلب آورده اینجا. این حسن ابن موسی نوبختی از منشورات رضا، فرق شیعه، اختلاف شیعه علویه بعد قتل امیر المؤمنین، اولین فرقه‌ای که تأسیس میشه. و اینجا هم گفته و کان من اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبرأ منهم،
همون مطلب کلا در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم. البته این فرقه سبعیه یا همین شیعیانی که بعد از سیدنا علی رضی الله عنه ادعای امامت رو کردن برای اولین بار، اینها ادعای مهدویت رو هم کردن. بعد از قتل سیدنا علی رضی الله عنه گفتن که ایشون به شهادت نرسیدن و نمرده، بلکه زنده است و مهدی است و در آخر زمان میاد. این کلا فرقه‌ای بود که رأسش، مؤسسش یک زندیق کافر است و زنادقه دیگری که مانند کلینی و مجلسی و مفید و مضر و اینا اومدن در طول تاریخ و همه اینا کفار و زنادقه بودن. این اعتقاد عموم اهل سنت است در مورد ائمه کفر که مؤسسین مذهب رافضه‌گری هستند. و این آخوند بی شرم و بی حیا دیدید که چگونه میاد و میگه که نه خیر، این منظور ابن تیمیه در این مطلب رؤوس مذاهب اهل سنت است، تا جوانان اهل سنت رو متنفر بکنه از این شبکه ها، از علمای اهل سنت، از دعوت توحید و بگه بله اینا ابن تیمیه رو دوست دارن و ابن تیمیه این گونه به علمای مذاهب اهل سنت گفته تا که اختلاف و فتنه بیاندازه در بین اهل سنت. و الحمدلله الله سبحانه و تعالی را میلیون ها مرتبه شکرگزارم که الحمدلله اهل سنت بیدار شدن، جوان های اهل سنت. دیروز سخن جالبی رو حتی حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری ذکر کردن که حتی سیاسیون، حتی اشخاصی که یعنی به جامعه به اصطلاح علما و دعوتگران دینی هم نزدیک نیستن، امروز حقیقت این جنایتکاران رو درک کردن. چون اصل مذهب رافضه‌گری، بعضی فکر میکنن که قضیه اختلاف شیعه و سنی است و به اصطلاح مذهبیون اهل سنت با مذهبیون شیعه به اصطلاح در افتادن. اصل درگیری بین حیوانیت و انسانیت است، درگیری بین اسلام و کفر است، درگیری بین حق و باطل است. مذهب رافضه‌گری یعنی حیوانیت، یعنی وحشیگری، یعنی خونخواری و اینو در طول تاریخ ثابت کردن، تا الان هم هست. ببینید حتی عزاداریایی که اینا انجام میدن، اعمال مذهبی که انجام میدن، بدون خونریزی و بدون وحشیگری امکان نداره. حق و باطل اینا در طول تاریخ در کنار باطل بودن. سیدنا علی رضی الله عنه از دست اینها دل پرخونی داشت و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینها همیشه یعنی در کنار کفار و در کنار منافقین بودن و همیشه سعی کردن که به اسلام ضربه بزنن، همیشه سعی کردن که در کنار منافقین و دشمنان سرسخت اسلام قرار بگیرن و مسلمان ها رو نابود بکنن. من سخن جالبی داره امام موسی بن جعفر در کتاب الکافی آوردن. احمد جان اگر نشون بدین، کتاب کافی است، چاپ سال 1428. در کتاب خودشون از کتاب روضة الکافی جلد 8 روایت 290 از ابوالحسن دوم موسی بن جعفر میگه که لو میزت شیعتی لم اجدهم الا واصفه. میگه اگه شیعیان خود رو همینطور جدا بکنم، تقسیم بندی بکنم، انسان هایی که فقط حرف میزنن، در حقیقت شیعه نیستن. ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدین. اگر اینا رو امتحان بکنم اینها رو نمیابم مگر مرتدین. مرتدین یعنی کسی که از اسلام خارج شده، کافر. ولو تمحضتهم لما خلص من الالف واحد. اگر اینها رو اومدم غربال کردم، اینا رو اومدم به اصطلاح در قالب امتحان قرارشون دادم، از 1000 تا یک خالصی هم پیدا نمی کنم. از 1000 تا شیعه یک خالص پیدا نمیشه. ولو غربلتهم غربلة
لم یبقى منهم الا ما کان لی. اگر اینها رو غربال بکنم، بعد از غربال کردن نمیماند مگر کسانی که بودند با من. انهم طالما اتکوا علی الارائک فقالوا نحن شیعة علی. میگه تکه میزنن به بالشت، لنگم سر لنگ میندازن، بعد میگن که نحن شیعة علی، ما شیعه علی هستیم. انما شیعة علی من صدق قوله فعله. در حقیقت شیعیان علی کسانی هستند که افعالشون گفتارشون رو تصدیق بکنه. شیعه علی آزاده است، شیعه علی موحد است، شیعه علی جوانمرد است، شیعه علی آزاده است. اما اینها دروغ میگن که شیعه علی هستن. این شهادت امام موسی بن جعفر بوده است، کتاب روضة الکافی جلد 8 که از کتاب‌های خودشون هست. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در دوستان در نهج البلاغه در این مورد چاپ سال 2004 هستین، در خطبه 27 اینجا یعنی واقعا یک مطالب زیبایی رو بیان میکنه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد حقیقت تشیع، که آدم وقتی که این مطالب رو میخونه یعنی احساس میکنه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه چی میکشیده از دست اینها. و شما میتونید که برید این خطبه رو بخونید، خطبه 27، خطبه 28، خطبه 29، خطبه 30، خطبه 34، خطبه 70، 97. مطالب واقعا زیبایی است که همه شیعیان تو خونهشون نهج البلاغه دارن، میتونن بخونن. البته در ترجمه هاشون اینها خیلی تحریف کردن در این مسائل. امام رضا در کتاب وسائل الشیعه جلد 16 چاپ خود ایران، وزارت فرهنگ و ارشادشون هم چاپ کرده، در روایت 23289 از امام رضا روایت است که ان ممن ينتهل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شیعتنا من الدجال. کسایی که ادعای تشیع میکنن، بعضی اینها فتنه اینها بر شیعیان از دجال هم بیشتر است، به خاطر اینکه اینها موالات میکنن با دشمنان و دشمنی میکنن با اولیای او. چه دشمنی بالاتر از این که با ابوبکر و عمر و عثمان دشمنی دارن. تشکر میکنم. این مطلب را از امام رضا خدمتون ذکر کردم. امام حسین که به دست همین شیعیان دروغین به شهادت رسید، در کتاب الاحتجاج روایتی است از ایشون که طبرسی در اینجا مفصل در مورد صحبت میکنه. در اینجا در صفحه 21 و اینجا شیعیان رو مسئول قتل و به اصطلاح ذلت و خواری خودش و اهل بیت رسول الله مطرح میکنه در صفحه 21 کتاب الاحتجاج. در مطلبی که خطاب به اهل کوفه گفته، کسانی که شیعیان اهل بیت خودشونو محسوب میکردن. تشکر میکنم. مطلب دیگر از امام حسن است، دوباره در کتاب الاحتجاج طبرسی. امام حسن در صفحه 9 اینجا هم در احتجاج امام حسن به جواب کسانی که بر ایشون خورده گرفتن که چرا با معاویه صلح کرد، دلیلش رو ایشون بیان میکنه.
ارى والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء یزعمون انهم لی شیعه. میگه والله من میبینم که معاویه برای من خیلی بهتر است از این کسانی که ادعای شیعه بودن من میکنن. ابتغوا قتلی، قصد قتل منو کردن، و انتحبوا ثقلی، به اصطلاح مال منو برباد دادن، و اخذوا مالی، جایگاه منو برباد دادن و مال من رو گرفتن. والله لئن اخذ من معاویه عهدا احقن به دمی و اؤمن به فی اهلی خیر من ان یقتلونی فتزیع اهل بیتی و اهلی. میگه من از این که از معاویه عهدی بگیرم که خون من ریخته نشه و اهل بیت من در امان بمونن، برای من خیلی بهتر است از این که به دست این شیعیان کشته بشم و اهل بیتم و مالم غارت بشه به دست اینها. والله لو قاتلت معاویه لآخذ بعنقی حتی یدفعونی الیه سلما والله لئن اسالمه و انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیر. میگه که من اگر معاویه، سربازان معاویه منو اسیر بکنن و به طرف معاویه منو بفرستن، برای من والله بهتر است که با او صلح بکنم در آری که با عزت هستم. بهتر از این است که این شیعیان دروغین به اصطلاح منو تنها رها بکنن و من اسیر معاویه بشم و خوار و ذلیل بشم. این یعنی دل پرخون سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه از شیعیان دروغین بوده که در طول تاریخ چه بلاهایی بر سر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاوردن. امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه در رجال کشی مطلبی هست که از ایشون روایت شده. در صفحه 150 در کتاب رجال کشی ایشون میگه، امام محمد باقر میگه که فقال ابا جعفر، یعنی علیه السلام، امام محمد باقر، لو کان الناس كلهم لنا شیعه، میگه اگر همه مردم شیعه ما میشدن، لکان ثلاثه ارباعهم لنا شکاکا، یک سومشون، سه چهارمشون شکاک بودن، و ربع الاخر احمق، یک چهارمشون هم احمق. تصور بکنین اگر میگه همه مردم شیعه میشدن، شیعه من میشدن، سه چهارمشون شکاک میشدن و یک چهارمشون احمق. این رأی امام محمد باقر در مورد شیعیان است، کسانی که ادعای تشیع میکنن. امام جعفر صادق هم از اینها دل پرخونی داشته. در رجال کشی شناسنامش در صفحه 211 در اینجا مطلبی رو میاره از ابی عبدالله امام جعفر صادق، و ذکر الغلات، این غلات رو ذکر میکنه، و قال ان فیهم من یکذب حتی ان الشیطان لا یحتاج الی کذبه. میگه در بین این غلات شیعه کسانی هستن که چنان دروغ میگن که حتی شیطان هم احتیاج به دروغگوییش داره. سبحان الله. کأنه امام جعفر صادق قزوینی رو دیده در این زمان، کأنه پرده ها دور شده از جلوی چشم ابا عبدالله علیه السلام و دیده به چشم سر دیده قزوینی رو و در موردش این حرف رو زده. و در این مطلب بعدی، ان ممن ينتهي لهذا الامر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. از اینایی که ادعای تشیع میکنن، اینها بدتر از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین هستن. اینجا در مطلب دیگر هم دیدید بارها در کلیپ ها که میگن که اهل بیت خدا هستن و مثل خدا هستن و خدا 13 تا خدا مثل خودش آفریدون، اینا ارباب هستن و به اصطلاح مالک یوم الدین اهل بیت هستن و حضرت علی هستن. اینجا ابو عبدالله میفرماید که امام جعفر صادق یا ابا محمد ابرع ممن یزعم انا ارباب، میگه که اعلان براءت بکنه کسی که به ما میگه که ما به اصطلاح رب هستیم یا من دون الله ما میتونیم کاری بکنیم. قلت بری الله منه، الله از آنها بری باد. فقال ابرع ممن زعم ان انبیا، و همچین اعلان براءت بکنه کسی که ادعا میکنه که ما انبیا هستیم. یک از صفات انبیا این است که بر آنها وحی نازل میشد و امروز خیلی از علمای شیعه اعتقاد دارن که بر ائمه اهل بیت وحی نازل میشد. این مطلب هم از امام جعفر صادق در اینجا خدمت شما ذکر کردم.
حتی از فاطمه صغرا در کتاب بهار الانوار دوستان اگر نشون بدن، جلد 10 اینجا فاطمه صغرا هم در اینجا بدگویی شدیدی از شیعیان کوفه میکنه. اینجا به اونها میگه که یا اهل مکر و الغدر و الخیلا، شما اهل مکر و غدر و تکبر هستید. فإن اهل بیت ابتلانا الله بكم و ابتلاکم بنا، ما اهل بیت به شما مبتلا شدیم و شما در مورد ما مورد آزمایش قرار گرفتید. این در صفحه 109 جلد 45 و 110 جلد 45 این مطلب ذکر شده. تشکر میکنم از احمد جان. از فاطمه صغرا مطالب زیادی در لواء الاشجان و در مقتل الحسین این مطلب ذکر شده. از امام سجاد رو به عنوان آخرین مطلب خدمت شما نشون میدم. در کتاب بهار الانوار هم هست از ایشون، بهار الانوار، اینم شناسنامه‌اش در اینجا و در اینجا در صفحه 113 و 115 در اینجا خطاب به شیعیان میگه که هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتمو، ای شیعیان کوفه شما میدونید که شما نامه نوشتید به پدرم، بدفریبش دادید و عهد و میثاق رو زیر پا گذاشتید و بیعتی که داشتید. قاتلتموه و خذلتموه، با او جنگیدید و او رو خوار و ذلیل کردید. فتبا لما قدمتم لانفسکم، تباهی باد بر شما به خاطر آنچه که انجام دادین. به ای عین تنظرون الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، با چه چشمی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنید. اذ یقول لكم قتلتم اطرتی و انتحکتم حرمتی فلستم من امتی، که پیامبر به شما بگه که اطرت من رو کشتید، آبروی و حرمت من رو زیر پا گذاشتید، بروید که از امت من نیستید. تشکر میکنم احمد جان. این مطالعه بود که در مورد اینها اومده و سخنان خیلی تندتر از این هست که من به همین قدر اکتفا میکنم. مطالب زیادی هست از کتاب های اینا در مورد اینکه شیعیان در طول تاریخ چه خیانت هایی نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتکب شدن. کلیپ شماره 826 رو با هم میبینیم، دشمنی با ذی‌النورین. برنامه امشب یک کمی رنگ و بوی به اصطلاح اموی ها رو داره. از این کلیپ شروع میکنیم. دشمنی با ذی‌النورین، عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، داماد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که با 2 تن از دختران ایشون یکی بعد از دیگری ازدواج کرده. بعد از اینکه رقیه فوت کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم ام کلثوم رو هم به ازدواج ایشون در آورد. یکی از بزرگان بنی امیه. این کلیپ رو میبینیم. بعد از انشالله کلیپ دیگری هم هست از دروغ دیگر آیت الله دکتر حسینی قزوینی در مورد بنی امیه. واقعا جالب است دوستان کلم و کاغذ آماده بکنن، چون از دروغ‌هایی است که دیگه هیچ برو برگشت نداره و این قزوینی مثل قضیه که در مورد ابن تیمیه گفته تو این دروغ هم مثل خر در گل میمونه و نمیتونه جواب بده. با همین کلیپ رو میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما هستیم. دشمنی با ذی‌النورین. شدت دشمنی روافض با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حدی است که چشم دیدن هیچ گونه فضیلت و ستایش
درباره ایشان را ندارند. از جمله این موارد دشمنی این کینه‌توزان با عثمان بن عفان رضی الله عنه است. عثمان رضی الله عنه تنها فرد تاریخ است که شرف ازدواج با 2 دختر از یک پیامبر الهی را داراست. ازدواج با 2 نور چشم بزرگترین پیامبر تاریخ، لقب ذوالنورین یعنی صاحب 2 نور را برای عثمان به همراه داشته است. اما از آنجا که آخوند رافضی چشم دیدن این افتخار را ندارد، تلاش می نماید تا با انکار وجود دختران به نام زینب و رقیه و ام کلثوم در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عثمان و ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنهما را از لیست دامادهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خارج سازد. اما نسبت به تعداد فرزندان رسول خدا، بعضیا میان مطرح میکنن که رسول خدا نمیدونم دختری به نام رقیه داشته، رسول خدا دختری به نام زینب داشته یا ام کلثوم، که ما اینها رو قبول نداریم. ما در سایت ولیعصر کامل پیرامون اینها بحث کردیم که در جواب دادیم پیرامون این که آیا دختران رسول خدا زن عثمان بودن یا نبودن، اونجا کامل بحث کردیم. ما اعتقادمون اینه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دختری غیر از حضرت زهرا نداشتن. جالب آن است که در همین شبکه آخوند دیگر به نام یوسفی غروی سخن آخوند قبلی را کاملا مردود می شمارد و آن را شبهه بیجا می خواند و می گوید این سخن را برای اولین بار یک قالی فاسد المذهب گفته است. اجازه بدید یک سوالی رو که شاید خیلی ها شنیده باشند و این در ذهنشون باشه که آیا حضرت فاطمه تنها فرزند حضرت خدیجه و پیامبر بودند یا اینکه از حضرت خدیجه و پیامبر خواهران دیگری رو هم داشتند و حضرت زینب، حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم که در بعضی از روایات ما آمده خواهران تنی حضرت فاطمه هستند یا خیر؟ این سوالی است که شاید برای خیلی از بینندگان ما مطرح باشه. امشب در این زمینه شما روشنگری بفرمایید و به ما بفرمایید که به چه صورتی است. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما اشاره کردید در برخی از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام تعداد فرزندان پیغمبر از حضرت خدیجه علیها السلام آمده و از جمله کتاب بصائر الدرجات صفار قمی متوفای 279 هجری، یعنی حتی وفاتشون قبل از مرحوم شیخ کلینی است، و همچنین در کتاب قرب الاسناد حمیری از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام که در غیبت صغرا میزیسته و فوت کرده. این دو از منابع حدیثی کهن معتبر ما متضمن بر 2 خبر از حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. در تعداد فرزندان رسول خدا از حضرت خدیجه نسبت به این 3 دختر زینب و رقیه و ام کلثوم تعبیر داره هن بنات رسول الله من خدیجه در یک خبر، در خبر دیگر برعکس هن بنات خدیجه من رسول الله. بنابراین این مسئله تشکیک در این که اینها آیا دختران حضرت رسول خدا از خدیجه بودن یا دختران شوهر قبلی خدیجه بودن یا دختران اصلا خواهر خدیجه حاله بودن که در محضر خدیجه بودن، اینها شبههای بجایی نیست، یعنی مستند به اخبار ائمه اطهار علیهم السلام نیست. برای اولین بار این شبهه از ابوالقاسم کوفی احمد ابن علی ابوالقاسم کوفی زیدی غالی فاسد المذهب، یعنی رجالیون ما وقتی که این شخص رو متعرض شدن ازش تعبیر به غال فاسد المذهب تعبیر کردن. این آقا در کتابی دارد که کتابش هنوز موجوده، متوفای 353 هجری است، در راه شیراز فوت کرده
یعنی نیمه قرن 4 هجری. این آقا کتابی داره به نام الاستغاثه من بدع الثلاثه و در ذکر مطائن خلیفه سوم متعرض این موضوع شده و منچه اظهار نظر کرده است که نخیر اینها دختران پیغمبر نبوده اند که شوهران اینها دامادهای پیغمبر شمرده بشوند، در صورتی که این اولین کسی است که همچین تشکیکی را کرده. انگیزش هم که معلومه. بله، و قبل از اون سابقه این نداره. ما اعتقادمون اینه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دختری غیر از حضرت زهرا نداشتن. اینها شبههای بجایی نیست، یعنی مستند به اخبار ائمه اطهار علیهم السلام نیست. برای اولین بار این شبهه از ابوالقاسم کوفی احمد ابن علی ابوالقاسم کوفی زیدی غالی فاسد المذهب، یعنی رجالیون ما وقتی که این شخص رو متعرض شدن ازش تعبیر به غال فاسد المذهب تعبیر کردن. این آقا در کتابی دارد که کتابش هنوز موجوده، متوفای 353 هجری است، در راه شیراز فوت کرده، یعنی نیمه قرن 4 هجری. این آقا کتابی داره به نام الاستغاثه من بدع الثلاثه و در ذکر مطائن خلیفه سوم متعرض این موضوع شده و منچه اظهار نظر کرده است که نخیر اینها دختران پیغمبر نبوده اند که شوهران اینها دامادهای پیغمبر شمرده بشوند، در صورتی که این اولین کسی است که همچین تشکیکی را کرده. انگیزش هم که معلومه. بله، و قبل از اون سابقه این نداره. حالا من نمیدونم حماقت حدی داره. آیا محسن اینا واقعا در این قضایا از حد گذراندن؟ بله، از حد گذراندن. هر روزم دارن رسوا میشن دا، ولی باز همینطوری دارن. حالا نمیدونیم چیه قضیه. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، اینطور دروغ، اینطور تزویر، اف بر این شرف، ای اف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان. تشکر میکنم از عزیزانمون که این کلیپ رو پخش کردن. از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه. ما از طریق این شماره و از طریق اسکایپ وصال حق و همچنین از طریق ایمیل live@visalfa.tv آماده دریافت پیام ها و تلفن های شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، این روزها مصادف است با شهادت عمر علی قوتوف، یکی از مبارزین نستوه تاجیکستان، یکی از کسانی که در مقابل ظلم و ستم و فرعونگری حکومت ظالم و مستبد این کشور قیام کرد و در چنین روزهایی بود که به دست مزدوران رژیم رحمانوف در ترکیه به شهادت رسید. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 154 می‌فرماید که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و با آنان که در راه الله سبحانه و تعالی کشته میشوند نگویید که مردند، بلکه زندند ولی
شما نمیدانید. این تصویر ایشون هست، اگر احمد جان بتونید نشون بدید. عمرعلی قواتوف یکی از مبارزینی بود که در تاجیکستان میخواست که در راه عزت و سربلندی و پیشرفت تاجیکستان سعی و تلاش بکنه با کار، با تجارت، اما گداگشنه هایی که در اطراف این حکومت هستن، وقتی که دیدن که کار و تجارت ایشون رونق گرفته بود، در پی سرقت و مال و دارایی او افتادن و راه دیگری پیدا نکردن جز تهدید و اذیت و آزار، تا بالاخره ایشون مجبور شد که تاجیکستان رو ترک بکنه. در مورد عمرعلی قواتوف میگن که ایشون در 21/11 سال 1968 در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان به دنیا آمد و در یتیمخانه‌ای در اینجا بزرگ شد. در سال 2003 شرکت تاجران رو که برای نقل نفت و گاز بود پایه‌گذاری کرد و 10 سال این شرکت رو اداره کرد، از سال 2001 تا سال 2012. در این مدت با شمس الله داماد امام علی رحمانوف که شریک ایشون بود همکاری نزدیک داشت و بعد از اینکه نزاع و جنجال با شمس الله صورت گرفت، عمرعلی قواتوف رحمت الله علیه به خارج هجرت کرد و چون میدونست که در تاجیکستان، در ازبکستان، در این جمهوریایی که به ظاهر استقلال گرفتن اما در حقیقت هنوز هم توسط KGB، توسط روسیه اداره میشن، این یک حقیقت است متاسفانه. به طور مثال در تاجیکستان به خاطر منابع طبیعی که داره، روسیه همیشه در پی به غارت بردن منابع طبیعی تاجیکستان است و به همین دلیل نمیخواد یک حکومت مردمی و یک حکومت مستقل و اشخاص آگاه و وطن دوست در این کشور حکومت بکنن. از طرف دیگر بیش از 2 میلیون کارگر تاجیک آواره و دربدر در روسیه مشغول کار هستند و اینها در روسیه کارهایی را انجام میدن در اونجا که روسها و هیچ ملت دیگری با این مزد کمی که تاجیک‌ها انجام میدن انجام نمیدن. شما تصور بکنید اگر تاجیک هایی که در روسیه کار میکنن امروز همه جمع بشن و روسیه رو ترک بکنن و برگردن به تاجیکستان، جمهوری روسیه دچار بحران میشه، چون کارهایی رو که اینا انجام میدن با این مزد اندک هیچ کسی دیگه حاضر نیست که این کارا رو انجام بده، روس‌ها که انجام نمیدن. به همین دلیل حکومت روسیه هیچ وقت نمیخواد که تاجیکستان پیشرفت بکنه. حقیقت وجود این دیکتاتورها در این کشورها این است که حکومت روسیه نمیخواد که تاجیکستان پیشرفت بکنه، ترقی بکنه، شرکت‌های صنعتی در تاجیکستان راه اندازی بشه، کارخانه‌ها، وضعیت اقتصاد خوب بشه. چرا؟ اگر وضعیت اقتصاد خوب شد، کارخانه‌ها تأسیس شد، مشکلات اقتصادی مردم برطرف شد، دیگه تاجیک نمیره با حقوق کم در روسیه کار بکنه و این سبب میشه که بازار روسیه دچار مشکل بشه، بازار کار در روسیه. و هر تاجری که این رو تاجیک ها بهتر میدونن، هر تاجری که در تاجیکستان خواسته سرمایه گذاری بکنه، چه از داخل تاجیکستان چه از خارج تاجیکستان، همین گداکشنهایی که اطراف امام علی هستن میان و میگن که خب حالا کارخونه درست کردی، خیلی کار خوبی کردی، این 1 میلیون دلار رو بگیر گورتو گم کن، اگر به خوبی رفتی خوب، اگر نرفتی یه مشکلی جنجالی برات درست میکنن
و بعد از اون مال و داراییت رو رسما حکومت دیگه دست خودشون هست، دزدم خودشون، قاضی هم خودشون، پلیس هم خودشون، حاکم هم خودشون، رئیس جمهور هم خودشون، یک گله ای از دزدا اومدن حکومت رو به دست گرفتن. اگر به خوبی تعبیرشون دادی رفتی خوب، و الا میان غصب میکنن و نمونه‌های زیادی وجود داره از تجار افغانی از ایران، از کشورهای دیگه که در تاجیکستان سرمایه گذاری کردن و بعد از اینکه کارشون رونق گرفته یا دخترش یا پسرش یا دامادش یا خسر بچه‌هاش یکی از نزدیکان رحمانوف اومدن و خلاصه غصب کردن این مال و دارایی رو. همین مشکل برای عمر علی قواتوف رحمت الله علیه رخ داد و ایشون مجبور شد که هجرت بکنه و برای ظلم و ستمی که در تاجیکستان وجود داشت قیام کرد و برای آزادی و برای رسیدن ملت تاجیکستان به حقوقشون شروع به مبارزه کرد. مبارزه کاملا مسالمت آمیز، سیاسی، هیچ گونه تشدد و جنگ و خونریزی مد نظر نبود، بلکه میخواستن از راه سیاسی و مسالمت آمیز جلوی این ظلم و ستم رو بگیرن. در سال 2012 به مسکو رفت، در اونجا آشکارا بر علیه رژیم تاجیکستان صحبت کرد. بعد از اون در سال 2013 بعد از مشکلاتی که در روسیه براش ایجاد کردن به دبی رفت، در اونجا به درخواست حکومت تاجیکستان در دبی بازداشت شد و مدت 10 ماه در زندان بود. بعد از آزادی از زندان در سال 2015 که به ترکیه رفته بود توسط اشخاص ناشناس در استانبول به شهادت رسید و گفته میشه که اینها از ایادی فرستاده شده از طرف حکومت تاجیکستان بودند. این روزها مصادف هست با شهادت این رادمرد و این شخصی که همه چیز خودش رو در تاجیکستان رها کرد تا فکری بکنه برای آزادی ملت تاجیکستان از شر ظلم و ستم و استبداد و دیکتاتوری که در این کشور وجود داره. در اینجا من تسلیت عرض می کنم خدمت همسر و خانواده استاد عمر علی قواتوف و الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس رو نصیب ایشون بکنه و کسانی که امروز ادعا میکنن که پیرو راه عمر علی قواتوف و دیگر کسانی هستند که به خاطر آزادی و به خاطر رسیدن به حقوق و دفاع از مظلومین جان شیرینشون رو فدا کردن، این رو بدونن که راه رسیدن به آزادی، راه رسیدن به حقوق با نشستن در خانه و سر و صدا کردن در اینجا و اونجا به دست نمیاد. برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حقوق باید جان داد، باید خون داد. اینایی که فکر میکنن که ما امروز با هر کمونیست و با هر شیعه رافضی مانند سید یونس و غیره ائتلاف میکنیم و به خاطر که ایران آزرده نشه بر علیه ایران صحبت نمی کنیم، به خاطر اینکه شیعیان آزرده نشن ما امروز عقیده اهل سنت رو بیان نمی کنیم، اینها این یقین رو داشته باشن که برای رسیدن به آزادی و به حقوق در تاجیکستان اینها نه تنها کمکی به شما نمی کنن بلکه شما رو در وسط راه رها خواهند کرد و هر موقعی که فرصت براشون میسر بشه شما ها رو میفروشن. این رو بدونید که در مبارزه و در جهاد علیه کفار، منافقین، طواغیت، اخلاص و پاک بودن صفها دو مسئله اساسی است. جهاد اول و دوم مردم افغانستان رو به یاد بیارید و در جاهای دیگه اینها باید برای شما درس باشه. روزی که مجاهدین افغانستان بر علیه روسا جهاد می‌کردن با اخلاص،
در همون سالهای اول خیلی از ولایت ها و مراکز ولایت ها مثل ولایت تخار، مرکزش طالقان، موقعی فتح شد که هنوز لشکریان روس نرسیده بودن به افغانستان. پنجشیر مثلا در طول دوران جهاد تبدیل شد به قبرستان روس ها، نتونستن به اونجا وارد بشن. موقعی که اخلاص بود با بیل و چکش و داس و چاقو و با چوب دستی مراکز ولایت ها و یا استان ها رو در افغانستان مجاهدین و مردمی که اسلحه نداشتن در اون موقع فتح کردن. تانک های روسی رو با بمب های دستساز با کوکتل مولوتوف منفجر می کردن. اما موقعی که برای جمع کردن غنایم هر منافق و رافضی و کمونیست و همه ریختن در بین مجاهدین، عاقبتشون رو دیدین که چی شد، چگونه رسوا شدن، چگونه اختلاف و درگیری و کشمکش و جنگ‌های داخلی اون قوت و عزت و شوکت مجاهدین رو از بین برد. همون مجاهدینی که ابرقدرت جهان اتحاد جماهیر شوروی رو به زانو نشاندن، دیدید که چگونه در مقابل گروه‌های خیلی کوچک به زانو افتادن و در به در و خاک به سر شدن. کسانی که مبارزه میکنن باید همه جوانب مبارزه رو در نظر بگیرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر می نشست در مکه میگفت که والله ما نمیخوایم خونریزی بشه، نمیخوایم جنگ و دعوا را بیفته، همینجا میشینیم مسالمت آمیز دعوت میکنیم، اگر ما رو کشتن، اگر ما رو بستن، اگر ما رو شکنجه کردن. نه خیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردن، از هجرت جهاد کردن و در مقابل ظلم با قوت و عزت اسلام که جهاد است، پایگاه ظلم و ستم و وحشت مشرکین رو ساقط کردن و تبدیل شد به قبله اول مسلمان ها و پایتخت جهان اسلام. این یقین رو داشته باشید که برای مبارزه باید جان داد، برای مبارزه باید از همه چیز خود گذشت. صفهایتون رو پاک بکنید و خالصانه به خاطر خدا و در دفاع از عقیده توحید و یکتاپرستی قیام بکنید. اینجاست که الله سبحانه و تعالی شما رو یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر که الله سبحانه و تعالی رو در دین یاری کردید، دین الله رو یاری کردید، الله سبحانه و تعالی شما رو یاری میکنه و شما رو ثابت قدم میداره. اگر برای گل روی این و آن اصول و مبادی دینتون رو زیر پا گذاشتید، امروز رو به یاد داشته باشید 22 نوامبر سال 2016 که اگر به خاطر 4 تا رافضی و کمونیست و قومگرا و فلان و علان دین و عقیدهتون رو زیر پا گذاشتید، از اصول و مبادی عقب نشینی کردید، غیر از خواری و ذلت و بدبختی چیزی دیگر نصیبتان نخواهد شد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی در بین ملت تاجیکستان کسانی رو به وجود بیاره که پیرو قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند و برای دین و برای رهایی این ملت قیام بکنن و الله سبحانه و تعالی نصرت و پیروزی رو نصیب اون عزیزانی بکنه که به خاطر رهایی از ظلم و ستم طواغی در هر گوشه دنیا مبارزه میکنن. میریم به سراغ تماس های شما عزیزان. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقتتون بخیر آقای انصاری. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی بکنید؟ ابوالفضل هستم آقای انصاری از اصفهان. ابوالفضل برادر عزیز، بفرمایید. هر شد آقای انصاری در رابطه با کلیپ های آقای قزوینی من یکی دو مورد رو اشاره میکنم تا شاید
تایید کننده این باشه که ایشون وقتی به خودشون دروغ میگن، طبعا دروغ بستن به امثال ابن تیمیه یه چیز طبیعیه. ایشون در شبکه المستقبل به طور زنده در یک مناظره در شبکه المستقل بله بحث شکستن پهلوی فاطمه اشتباه بوده و یه جعل تاریخیه. سخت محسن یه جعل تاریخی بوده. بعد برگشتن و در همین شبکه ولایت کماکان با اشاره به این واقعه خودشون گریه کردن و مردم رو گریوندن و همون بساطی که قبل داشتن به راه انداختن. درست. در دانشگاه همدان در رابطه با ازدواج خلیفه دوم با دختر علی رضی الله عنه پذیرفتن که به لحاظ تاریخی این اتفاق واقع شده. اما گفتم که آره، از قول ابن عباس که علی رو تهدید کردن ها رو کار به این مواردش نداریم. درست. ولی بعد اومدن دوباره در شبکه ولایت کلیپی ساختن که از اساس دوباره این وجود همچی دختر و همچی ازدواجی رو انکار کرد. درست. به حضور شما عرض کنم که من بحثم اینه که اینا وقتی حدیثی دارن که به صراحت میگه که تهمت زدن و افترا به ناسبیان که همون به اصطلاح اهل سنت باشن درست مباهه و یه امر مشروعه و مجاز شمرده شده، خب در این صورت دیگه یه چیز طبیعیه که تهمت زدن به امثال ابن تیمیه و حضور شما عرض کنم که عبدالوهاب، اینا چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده ایه. درست. اینا در شبکه ادعای وحدت بین شیعه و سنی میکنن، اما بحثشون اینه که ما با وهابیت زاویه داریم. من سوالم از آقایون اینه که اگه شما مشکلتون وهابیه، آقای یزدانی 1 ساعت برنامه میذاره و شنیع‌ترین و زشت‌ترین و وقیحانه‌ترین تهمت‌های جنسی رو به خلیفه دوم میزنه با روایاتی که داره از منابع شیعه مطرح میکنه. من سوالم از این آقایون اینه که این روایات و این جعل تاریخ چه ربطی به وهابیت داره، چه ربطی به ابن تیمیه داره و چرا دروغ میگید که مشکل شما وهابیته؟ شما میتونید آثار ابن تیمیه رو نقد کنید. شما میگید ما با شیعه با اهل سنت برادریم. این چه اهل سنتی که بشینه پای شبکه شما و زشترین توهین ها رو به خلیفه دوم بشنوه و باور کنه که شما شعارتون وحدت و مبارزه با وهابیت؟ درست. من خواهشم از شما اینه که اون روایتی رو که در واقع مباح میدونه تهمت زدن و افترا بر ناصبی و به اصطلاح خودش و مشروع میدونه، اینو هم آدرسش رو بدین، هم بار دیگه بخونید برای شنوندا تا اینا به طور ریشه‌ای متوجه بشن که این نوع رویکرد یک رویکرد پایه‌ای تاریخیه و این تعارضاتی که ما در صحبت‌های آقایون می‌بینیم، اتهامات و تهمت و جعل و تلبیس و اینا بخشی از ایدئولوژی و بخشی از کارکرد ایناست و اینکه شما نمونه ها رو مطرح میکنید هر هفته، درست از باب مصداق این که حالا روشنگری بشه، ولی واقعا برای اونایی که کمی وجدان داشته باشن، کمی کنجکاوی کنن در رابطه با این مسائل، برای شما واضح و مبرهنه که ریشه این قضایا کجاست و اصلا اینا چرا وارد این مقولات میشن. ما یه سوالی من از شما دارم که این سوال بی ارتباط با کل قضیه نیست. این که ما روایت یا حدیثی رو علیرغم این که با آیات قرآن تعارض نداشته باشه، با سنت تعارض نداشته باشه، با عقل تعارض نداشته باشه، به پیامبر نسبت بدیم، این حکمش چیه؟ یعنی روایتی علیرغم همسویش با نص قرآن و با سنت و با عقل اما واقعا از پیامبر نباشه، انتساب این روایت به پیامبر چیه؟ من از چندین یک از آقایون علما پرسیدم، گفتن که
اشکالی نداره. در حالی که خب دروغ بستن به پیامبر یه چیز واضح و مبرهمی که فعل حرامه، ولی وقتی آقایون به صراحت میگن اشکال نداره، ما دنبال چی واقعا میگردیم؟ چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ اینا به زبان اشهد دارن همه اون چیزهایی که به هر حال در تعارض با اخلاقیات، با بدیهی ترین اخلاقیات دارن انکار میکنن و به صراحت میگن مباح، اشکالی نداره. باید ما داریم دنبال یه سری چیزای قطعی روبنایی میریم، دنبال این چیزایی که به هر حال برای همه روشنه، مثل روز روشنه. و من فکر میکنم که اگر وجود شبکه‌های مثل کلمه و وصال نمی بود، حتی ما که مدعی هستیم که بخش روشنفکری جامعه شیعه رو تشکیل میدادیم، هنوز نسبت به این چیزا جاهل بودیم، ناآگاه بودیم، واقعا نمیدونستیم که بر سر عقاید ما، اعتقادات ما چی اومده. واقعا من خدا گواه بعضی وقتا از فرط درد فریب خوردگی شاید به مرز خفگی میرسم، ولی نمیدونم واقعا این چه اعتقادیه که هر چیز رو برای رسیدن به هدفی که خودشون تعریف میکنن مباح میدونه، مشروع میدونه. وقتی که ما به صراحت دروغ گفتن رو جز گناه کبیره میدونیم، اما به صراحت و به جرأت میان دروغ رو ابزاریش میکنن، فعلش رو در نسبت با هدف تعیین میکنن. نمیدونم، اینا اصلا واقعا برای ما که گیج کننده است آقای انصاری. و نمیدونم چی بگیم، چی کار بکنیم. شاید من فکر کنم قربان آقای انصاری، زنده باشه. درد دل زیاده ولی الله متعالفستون کنه. الله متعالفستون کنه. تشکر شما. فقط اون آدرس هایی که عرض کردم اگه ممکنه همین الان خدمتتون میشم. تشکر از شما. خدا نگهدارت. این روایت در این کتاب هست، کتاب مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد دوم، در صفحه 11، حرمت غیبت مشروطتون بالایمان، میگه که من انکر واحدا منهم جازت غیبته. کسی که یکی از امامان را انکار بکنه، میگه قضیه غیبت اینجا، حرمت غیبت فقط برای مؤمنین است. غیر مؤمنین شما هر چی میخواد در موردشون غیبت بکنید. مؤمنین هم کیا هستن؟ کسی که من آمن بالله و برسوله و بالمعاد و بالائمه الاثنی عشر. مؤمن کسی است که به الله و رسول و معاد و امامان دوازدگانه اعتقاد داشته باشه. باورتون نمیشه عزیزان اهل سنت در هر جایی که هستن، برید پیش یک عالم شیعه بگید که من سنی هستم، آیا من مؤمنم؟ همیشه از این سوال فرار میکنن. بارها دیدید تو این برنامه زنگ زدن آیا ابوبکر و عمر مؤمن بودن؟ آیا عایشه رضی الله تعالی عنها اجمعین مؤمن بودن؟ همیشه از این سوال فرار میکنن. چرا؟ چون اعتقاد اینا است که مؤمن فقط کسی است که به 12 امام اعتقاد داره، غیر از کسی که به 12 حتی شیعه 12 11 امامی و 10 امامی و 8 امامی و 9 امامی و 6 امامی و 5 امامی و زیدی و همه شیعیان کافرن، اهل سنت کافرن. غیر از مؤمن فقط کی است؟ کسایی که به 12 امام اعتقاد دارن، طوری که اینجا گفته. اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم الحجه المنتظر عجل الله فرجه و جعلناه من اعوان و انصاره و من انکر واحدا منهم جازت غیبته. 12 امام، اولش علی، آخرش امام زمان، هر کسی که از اینا رو انکار بکنه غیبت کردنش جایز است. دلیل اول انه ثبت فی الروایات والادعیه و الزیارات، در روایات و دعا و زیارتنامه روایت شده که جواز لعن المخالفین، لعن مخالفین جایز است، و وجوب البراءة منهم، اعلان براءت کردن از آنها واجب است، و اکثار السب علیهم، تا میتونید بهشون فحش بدید، و اتهامهم، بهشون تهمت بزنید، و الوقیعة فیهم و ای غیبتهم، غیبتشون هم تا دلتون میخواد بکنین، لانهم من اهل البدع و الریب، بل لا شبهة فی کفرهم، بلکه هیچ شبهه‌ای در کفر آنها نیست، لأن انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم و اعتقاد بخلاف غیرهم و بالعقاید الخرافیه كالجبر و نحوی یوجب الكفر و الزندقه.
میگه که کسی که انکار ولایت یکی از ائمه رو بکنه، حتی یکیشون، و اعتقاد به خلاف اونو داشته باشه یا عقاید خرافی مثل جبریه و دیگه داشته باشه، اینا کافر است و زندیق. و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه. اخبار متواتر داریم، حالا کسی نیاد اینجا بگه که والله ما نمیدونم فلان است و علان است الا بالله بخواد فرار بکنه. میگه که متواتر است دیگه. متواتر هم که آقایون در شبکه ولایت خیلی معنی متواتر رو میدونن که چی است. منکر ولایت در این مورد میگه که متواتر روایت شده که اینا کافر است. و کفر المعتقد بالعقائد المذکوره، کسی که این عقایدی که بالا ذکر شد داشته باشه، مثلا انکار ولایت یکی از امامان و غیره، و ما یشبهها من الضلالات، و ضلالاتی مانند این در کتاب مصباح الفقه فی المعاملات از سید ابوالقاسم موسوی خویی در جلد دوم دارالهادی بیروت لبنان هم اینو چاپ کرده. اینجا هم که گفته در ادعیات و زیارات و روایات متواتر، دیگه این خلاصه کرده برای شما اعتقاد شیعه رو. در کتاب اصول کافی هم در اینجا روایتی رو دارن در اینجا در این کتاب که میگه که کسی که اعتقاد فقط به این داشته باشه، هر کس معتقد باشد که این دو از اسلام بهره برده اند، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت با اینها سخن نمیگه، از آنها اعلان براءت میکنه و عذاب دردناک هم برای آنهاست. این دو یعنی ابوبکر و عمر. تشکر میکنم احمد جان. و زیاد است مطالبی که در این مورد، اما من یکی رو فقط جهت این که خیلی از اهل سنت فریب خمینی رو خوردن که والا حالا امام خمینی آدم خوبی بود و فلان بود و این بود و اون بود. من از کتاب ایشون هم نشون بدم، المکاسب المحرمه، تالیف العلامة الاکبر و الاستاذ الاعظم آیت الله العظمى مولانا الامام الحاج آقا روح الله موسوی خمینی کشف الله سره. در این صفحه 250 در قضیه مکاسب میاد در مورد موضوع بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله قضیه نسب امامت و ولایت و این مسائل صحبت میکنه. در اینجا میگه و اما الاخبار فما اشتملت علی المؤمنین فكذلك وما اشتملت علی اینجا میگه که ايضا لعدم الاخوه بيننا وبينهم بعد الوجوب البراءة عنهم. میگه بعد از اینکه منکرین ولایت ائمه 12گانه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ادله و روایات میگه ثابت میشه که بین ما اینها برادری وجود نداره. بعد از اینکه قضیه واجب بودن براءت و بیزاری از آنها آمد، و ان مذهبهم از مذاهب اونها، و ان ائمتهم از ائمه اونها. ببین جوان حنفی، جوان شافعی، جوان مالکی، جوان حنبلی، تو رو داره میگه اینجا خمینی. میگه که وجوب براء عنهم و عن مذهبهم و عن ائمتهم کما تدل علیه الاخبار، و چنانچه که میگه روایت ها دلالت بر این میکنه. و مشتملت، بله دوستان اشاره میکنن که میان برنامه بگیریم به خاطر مشکل فنی که پیش اومده. انشاءالله بعد از حل این مشکل دوباره من در خدمت شما با این روایت خواهم بود.
الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ماشاءالله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبد. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما رو زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمان هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. من مادر محمد هستم از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادرم محمود اسم الله. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. من آمینه هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. برمیگردیم به کتاب آقای خمینی المکاسب المحرمه جلد اول تالیف خمینی. مؤسسه اسماعیلیون این رو چاپ کرده. اینجا در این کتاب در صفحه 250 در اینجا میگه که یعنی ایمان فقط کلمه مؤمن برای کسی به اصطلاح القا میشه که به ولایت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از ایمان به الله و رسولش به ولایت هم اعتقاد داشته باشه. این طرف میتونیم بگیم با ایمان است یا مؤمن است و این از ارکان دین بدونه. بعد در اینجا میگه که این روایت هایی که میگه در مورد مؤمن در اینجا ذکر شده و چون که اینها به ائمه اعتقاد ندارن، غیر شیعه اثنا عشری، به همین دلیل میگه که دیگه لعدم الاخوه بیننا و بینهم، برادری بین ما و اینها وجود نداره بعد وجوب البراءت عنهم، بعد از اینکه واجب است بر ما که از اونها اعلان براءت بکنیم، و عن مذهبهم و عن ائمتهم، و از مذاهب اونها، مذهب اونها و از ائمه اونها. این دیگه برای جوانان حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی دلیل آشکار است در مورد اعتقادات خمینی. هر کسی رو، هر خبیثی رو دیدید که از خمینی دفاع میکرد در تاجیکستان، در افغانستان، در هر گوشه دنیا، بدونید که یا احمق است، از خمینی و اعتقاداتش خبر نداره، جاهل است، یا اینکه دین و ناموس خودش رو در اختیار آخوندهای تهران قرار داده به خاطر چارقرانی که از حکومت ایران بگیره و گزینه سومی وجود نداره. همین دو گزینه در مورد این انسان صدق میکنه.
این حقیقت خمینی اینجاست. میگه که این حرفی که میزنه میگه کما تدل علیه الاخبار و اقتضته اصول المذهب، چنانچه که روایت ها احادیث شیعه بر این دلالت میکنه و اقتضای اصول مذهب شیعه اثناعشری هم همین است. و مشتمل علی المسلم فالغالب منها مشتمل علی ما یوجب ظاهرا فی المؤمن، چنانچه که آن چیزی که در مورد یک مسلمان در نظر گرفته میشه این واجب است در مورد مؤمن. در صفحه بعد صفحه 251 در اینجا میگه فلا شبهة فی عدم احترامهم، در مورد کسی که موالات ائمه رو نداشته باشه و اونها رو امام ندونه، فلا شبهة فی عدم احترامهم، شبهه نیست که ما نباید به اونها احترام بگذاریم، بل من ضروری المذهب کما قال المحققون، چنانچه از ضروری مذهب است اعلان براءت و سب و لعن و طعن در اونها، چنانچه محققین مذهب گفته. بل ناظر فی الاخبار الکثیره فی الابواب المتفرقه، چنانچه که وقتی که شما ببینید در مورد احادیث فراوانی که در ابواب متفرقه اومده، لا یرتاب فی جواز حتکهم، دیگه شک نیست در جایز بودن حتک حرمت آنها، والوقیعت فیهم، و غیبت کردن آنها، بل ائمه المعصومون، بلکه امامان معصوم، ائمه معصومین چی گفتن؟ اکثروا فی الطعن واللعن علیهم و ذکر مصائم، که اینها زیاد گفتن که طعن بکنید، لعن بکنید و به اصطلاح زشتی های اونها رو یاد بکنید. این نظر خمینی است در مورد غیر شیعه اثناعشری در کتابش. بیشتر از این دیگه چی میخواید؟ سوال دیگری که برادرمون ابوالفضل پرسیدن، احمد جان اگر شماره رو زیرنویس بکنید که دوستانی که میخوان در این مورد اظهار نظر بکنن بتونن زنگ بزنن. در روایتی که اینجا خدمتتون نشون میدم، در حدیث مرفوعی است از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده که ایشون فرمودن ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، دروغ بستن به من مانند دروغ بستن بر کسی دیگر نیست. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که عمدن به من دروغ ببنده دیگه جایگاه خودش رو در آتش دوزخ آماده بکنه برای خودش. این حکم کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ ببنده. حالا این حدیث با قرآن تعارض نداشته باشه، با سنت تعارض نداشته باشه، با عقل تعارض نداشته باشه، خیلی حرف خوب باشه، اما دروغ بستن به پیامبر صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان جایز نیست. در روایت دیگری هم هست در کتاب بخاری و در مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من کذب علیه متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. و در صحیح مسلم روایت دیگری است که من حدث عنی بحدیث و هو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، کسی که روایتی رو، حدیثی رو از من روایت میکنه و میدونه که دروغ است، این شخص از جمله دروغگویان محسوب میشه. پس به هیچ عنوان دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. میریم سراغ تماس شما عزیزان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بسیار بسیار قصای خوب کردین، بسیار کلیپای مقبول نشان دادین، بسیار آموختیم، مگر این بدبختا هیچ هدایت نمیشن. باور کنین که ما در کشور عیسویت زندگی میکنیم در شهر آلمان. درست. یکی از این برادرای هزاره افغانی که در ایران صیغه کرده آمده در آلمان، وقتی که پناهندگی میداده گفته نکاح خط تبتی یا صیغه خط خود داده. گفته این کار نیستی نمیچله، برای یک نکاح خط افغانی رو نشان داده، گفته اینه طور باشه. شما باور کنین که این بدبختا هیچ وقت اعتقاد به یک چیز ندارن، همیشه کار از یاد دروغ بوده و فرق بین شیعه و سنی یا رافضی و سنی بین کفر اسلام است. هر کس کی رو میگه که نه یا برادر کشی میکنن یا شرر مندازن یا دشمنی دارن با همین حرف غلط است. هر کسی که اهانت به پیغمبر ما میکنه، هر کسی که اهانت بر
عمر میکنه، به ابوبکر میکنه، به عایشه میکنه، پیش ما کافر است. هفته و به 2 انگشت پیدا نمیشه. اگر مرد هستن بیان با شما با یک میز بشینن صحبت کنن. اگر مرد هستن یکی از آخوندهای از یا تلفن ورداره زنگ بزنن، مصرفشون ما برش میتیم، تکت تیاریشان ما میتیم تا مدینه منوره بیان. اگر مرد هستن، اگر واقعا علم دارن، علم از اینا باطل است، عقیده از اینا باطل است، از اینا که در شغال بهتر است. خداوند اینا را کلش در جهنم بسوزه. اینا چوب جهنم است انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز. دعا بکنید الله سبحانه و تعالی هدایتشان بده به راه راست، به راه توحید یکتاپرستی. یعنی من یک نکته رو بهتون بگم. آیت الله سید ابوالفضل برقی قمی، مرجع تقلید، یکی از علمای بزرگ شیعه امدوره خمینی، الله سبحانه و تعالی هدایتش داد، اومد کتاب مختصر منهاج السنه ابن تیمیه رو به فارسی برای اولین بار ترجمه کرد به نام رهنمود سنت در رد اهل بدعت. این کتاب در سایت عقیده موجود است. دوستان عزیز به ایمیل bokatvesalhaq.tv پیام بفرستن، ما این کتاب رو خدمتتون ارسال میکنیم. مختصر کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو به فارسی برای اولین بار ترجمه کرده ایشون. یعنی هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. وقتی مرجع تقلیدی میاد هدایت میشه و بعد از اینکه هدایت شد اعلان کرد که هر کس سند داره از اینکه خمس داده به من، سندشو بیاره پولشو بگیره. دیگه خمس نگرفت، صیغه نکرد، شرک نکرد. که تفسیر تابشی از قرآن یکی از کارهای ایشون هست، تفسیر صحیح قرآن کریم. کتاب‌های زیادی ایشون نوشته. در مورد خود شخص آیت الله برقی میخواید اطلاع حاصل بکنید، کتاب سوانح ایام که خاطرات زندگی ایشون هست در سایت عقیده است. این رو هم میتونید از دوستانمون درخواست بکنید، براتون میفرستن در کتابخانه وصال حق. به ایمیل bokatvesalhaq.tv پیام بفرستید، ان شاء الله دوستان برای شما ارسال میکنن. امکان هدایت هست و من آرزو میکنم، همیشه دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی حتی قزوینی رو هدایت بکنه. اگر قزوینی هدایت بشه و به راه توحید یکتاپرستی بیاد، یک انسان از آتش جهنم نجات پیدا بکنه، این آرزوی ماست. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. دوستان اشاره میکنن در اتاق کنترل، میگن آقای باقری داره تماس میگیره. احمد جان اگر تماس گرفت به من اشاره بکن رو کدوم خط هست که من بیارم رو خط، که شاید میخواد دفاع بکنه از آیت الله قزوینی. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ با عرض سلام خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. آقا اسماعیل بفرمایید برادر عزیز از آذربایجان. آقا اسماعیل. آقای انصاری. بله بله بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. آقای انصاری میگم روی یه نفر مسلمان باید نور محمدی داشته باشه. روی اینا دیگه نور محمدی نیست که اینا به غیر از دروغ، کلاهبرداری، شرک، خرافه، آدم کشی چیزی بلد نیستن. از دست مردمان چیزی بر نمیاد. هر کس صداش در میاد با خانواده نابود میکنن، جنازه‌ش هم تحویل نمیگیرن. درست. هدف اینا فقط پول و حکومته. گرانی قوقا میکنه، مردم فقط به فکر شکمشون هستن. اهل سنت اصلا آدم حساب نمیشه تو ایران. ظلم
و ستم از فرش به عرش رسیده. آقای انصاری اگه خدا کاری کنه برای اینها دیگه هیچ نجات پیدا میکنیم دیگه انشالله. الله خدا متعال خیلیه ولی ملت هیچ کاری نمیتونن بکنن. این حرفا درد دلمونو خالی میکنیم تا کمی سبوس بشیم. آخر با گفتن درد دل و با ریختن حرف دل انسان یک کمی سبک میشه. درست. تشکر از شما. یک ساده برای 30,000 تومان از صبح تا غروب جون میکنه. ولی تو تهران میلیاردها تو دیپ میزنن. درست. من نمیدونم این برای خدا چه جوابی میتونم بدم. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر بزرگوارمون آقا اسماعیل از آذربایجان. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری میتونم صحبت کنم؟ خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری خودت، من احمدم از تهران تماس میگیرم. خودتون هستین؟ بله احمد جان بفرمایید. عرضم به خدمتتون که من تماس گرفتم خدمتتون یه مقدار اطلاعات در اختیارتون قرار بدم که این موضوع بحث شیعه و سنی مقدار شفافتر بشه و یه مقدار عملکرد بعضی افرادی که در دین آمدن روشن‌تر بشه. ببینید یهودی‌ها 2 خیانت بزرگ کردن. اولین خیانتشون این بود که شخصی به نام پولس 50 سال بعد از حضرت مسیح دین مسیح رو منحرف کرد. این چندین عقیده رو وارد دین مسیح کرد. یکی این که گفت مسیح پسر خداست. بله. تثلیث رو آورد، گفت پدر پسر روح القدس رو آورد. بعد گفت مسیح کشته شده، به صلیب کشیده شده به دلیل اینکه گناهان شما بخشیده بشه و عقاید دیگری. درست. در دین اسلام هم شخصی به نام عبدالله ابن سبا که حضرت علی هم فرمودین چند شب پیش، این هم همین کارو کرد. یعنی یهود هر موقع زورش به دینی نرسید، به پیامبری نرسید، اون دین رو یا تیکه تیکه کرد یا شقه کرد یا در اون بدعت گذاری کرد. درست. ما که مسلمونیم باید حواسمون جمع باشه گول این حرفا رو نخوریم، یعنی از راه راست خارج نشیم. درست. من تقریبا 10 سال در رابطه با شیعه مطالعه کردم، قرآن خوندم، متوجه شدم بسیاری از آیات قرآن با عقاید شیعه متناسب نیست. الان نماز جمعه رو میرم با اهل سنت میخونم، از امام جمعه اهل سنت نام نمیبرم که کسی درست نیست. خواهش کردم به من روزه و نماز درست، وضو و نماز درست یاد بده. درست. این بنده خدا میگفت من به خاطر ملاحظاتی نمیتونم به شما یاد بدم. این الان درد دیگه، آدم دردش نمیاد. درست. میگفت من نمیتونم، چون میترسه، حق داره ها، من بهش حق میدم. چی بگم بهش میگم آقا به من وضو یاد بده، به من نماز درست یاد بده. نمیتونه بنده خدا. درست. و میترسه. من خواهش میکنم از برنامه شما، از حضرت علی خواهش میکنم وضو بگیرید، فیلم بگیرید، ما ببینیم، یاد بگیریم به سنت رسول الله. نماز بخونید، زیرنویس کنید، ما یاد بگیریم. والله درده، کسی نیست به ما یاد بده. شما فکر میکنی نماز خوندن بلدی؟ منم که تو تهران نشستم بلدم؟ کسی بلد نیست اینجا و میترسن به ما یاد بدن. وضو بگیرید، فیلم بگیرید، به ما یاد بدید، نمازها رو بگید چند رکعته، فرض چند رکعته، سنت احمد آقای بزرگوار، فقط بعد از برنامه حدود تقریبا 1 ساعت بعد، 1.5 ساعت بعد فیلم وضو و نماز رو خدمت شما پخش میکنیم. آره، بعد اینو تکرار بذارید، نه یه بار، تکرار بذارید ما ببینیم. ممکنه من خواب باشم فردا شب ببینم یا ساعتهای دیگه ببینم. خواهش میکنم اینا رو بذارید. احمد جان در کانال تلگرام هم اگر عضو بشید دوستان در اونجا هم پخش کردن. این آدرس رو زیرنویس کنید، من چشم عضو میشم. الان زیرنویس کردن. تشکر احمد جان، الله مطالب ستون کنه. خدا زنده باشید، خدا نگهدارتون. ببینید غیر از این که اومدن بدعت گذاری کردن در دین و فلان، الان همه میدونن که مذاهب اهل بدعت با قرآن کریم مخالف است و قرآن با اونا مخالف است. هر مسلمان عاقل، من اینو قول میدم بهتون، هر مسلمان عاقل
با فطرت سالم، بدون تعصب، با ذهن خالی این کتاب رو یک مرتبه در زندگی از اول تا آخر بخونه، من یقین 100% دارم که کافر باشه، زندیق باشه، شیعه باشه، زیدی باشه، اسماعیلی باشه، هر دین و مذهبی داشته باشه، موحد و یکتاپرست میشه. این دشمنای دین، مذاهب اهل باطل، اهل بدعت، برای اینکه بیان فریب بدن مسلمان ها رو که با قرآن خواندن هدایت نشن، چی میگن؟ قرآن ظاهر داره، باطن داره. ظاهرشو همه میفهمن، این حرفایی که این وهابیا میزنن که این ظاهر قرآن است. باطن قرآن کجاست؟ باطن قرآن پیش ماست. ظاهر قرآن میگه که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خداوند حیا نمیکنه از اینکه مثالی بزنه پشه و آنچه بالای پشه است. ظاهر قرآن. خب جناب عزت آخوان بفرمایید که باطن قرآن چی میگه؟ میگه خداوند حیا نمیکند از اینکه مثال بزند به پشه، یعنی علی ابن ابی طالب و آنچه بالاتر از پشه است، رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا این که دیگه تفاسیر باطنی خیلی عادیشون هست. بریم جلوتر. مرج البحرین یلتقیان. خب دو بحر با هم یکی شدن. این یکی از معجزات قرآن کریم است در سوره رحمان. مرج البحرین یلتقیان و بینهما برزخ لا یبغیان. این دو بحر، یکی اشاره به آب شور است، به آب شیرین است که این به چیز، یعنی که امروز علم ثابت کرده که دو بحر شور و شیرین هیچ وقت با هم یکی نمیشن. حتی ماهی ها و جانوران دریایی که در بحر شور و بحر شیرین زندگی میکنن با هم فرق دارن، ترکیب آب فرق داره، همه چیز فرق میکنه در اونجا. بین اینها یک منطقه است که در اینجا حیوانات زندگی نمیکنن، نه از این طرف میتونن به این طرف برن، نه از این طرف میتونن به این طرف برن. یک چیز حقیقت علمی است، از معجزات علمی قرآن کریم ثابت شده. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الی آخره. خب این حقیقت قرآن، معجزه. کفار اینو میشنون، علم جدید این چیزا رو ثابت کرده، قرآن 1400 سال پیش گفته، میرن مسلمان میشن. آخوند شیعه بری پیشش، جناب حضرت آیت الله میتونید که تفسیر این آیه رو بگید؟ میگه بله، مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم ازدواج کردن، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن و حسین هم از این دو تا به دنیا اومدن. به خدا اگر وقت باشه اینجا 500 آیه از قرآن کریم که از این تفاسیر مسخره مزخرف کردن، من براتون میتونم اینجا که بخندید. اما چرا نمیخوایم در این مورد برنامه بگذاریم؟ چون تمسخر به قرآن میشه، مردم میخندن به قرآن. من باور کنید بعضی از این یعنی تفاسیر رو که میبینم اینجا بگم شما میخندید و این احساس میکنم تمسخر به قرآن محسوب میشه، به خاطر این نمیخوام این چیزا رو بیان بکنم. 500 آیه در مورد تفاسیر عجیب و غریب اینها از آیات قرآنی همینجا از کتابهاشون اسکن شده دارم. حالا کسی نگه که لاف میزنیم در این مورد، من فقط همین فولدراشو خدمتتون نشون میدم که ای کاش یک روز اینا بیان این باب رو باز بکنن، شاید بعضی از اینها رو ما بتونیم در اینجا نشون بدیم. اینا یعنی با آیات قرآن بازی میکنن، قرآن رو. این احمد جان بعضی از این فولدرها رو نشون بده. این مثلا تشبیه علی به حیوانات، رسول الله شنبه و علی یک شنبه و یعنی بعضی چیزایی هست که واقعا عجیب و غریب است و 500 روایت از کتاب‌های اینا ما در این مورد داریم. تشکر میکنم احمد آقا. اینها اومدن قرآن رو اینطوری مسخره کردن، اینطوری قرآن رو تحریف کردن و روایاتی رو آوردن که نوعی تن در قرآن کریم و در چیزایی ببینید در قرآن، در تفاسیر اینا که واقعا خنده داره، از
روایت های عجیب و غریب و تفاسیر باطنی که دارن. به هر صورت احمد جان چشم، حتما ان شاء الله این کلیپ ها رو ما هم در کانال تلگرام دوباره پخش میکنیم و همچنین در بعد از برنامه ان شاء الله کلیپ آموزش وضو و نماز پخش خواهد شد. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، بفرمایید. سلام علیکم، استاد محترم انطوری هستین؟ بله بفرمایید، صدا شما داره پخش میکنه. استاد محترم خواستم گفتم از شما تشکر کنم، بسیار یک برنامه خوب، خیلی سوال از شما مختم. خداوند بر شما اجر بیشتر نصیب کنه. سلامت باشید. یک خواهش داشتم از برادران شیعه، بفرمایید. یک بار بشنن جلو همی تلویزیون و ببینن حقیقت را خودشان ببینن. همین چینل هایی که به حساب خود آخوندهای شیعه که دارن او را ببینن، مقایسه کنن با چینل های شما، ببینن که حقیقت چی است، شما دارین چی میگن و اونا چی میگن. درست. اینجا هست از در وصال حق از قرآن صحبت میکنه شما و از حدیث میگن، اونا دارن یا فلسفه میگن، نمیفهم چی و اونا از چی میگن. و خواستم یک موضوع دیگر براتون اشاره کنم. استاد عزیز چند پیش یک کلیپ را شما مانده بودین، نمیفهم یک آخوند شیعه بود، ماهیا که مچون بله درود میگن چی میگن، باور کنین که از خنده گرده کف شدیم. الله المستعان. و من نمیفهمم برادرایی که با دجله و مو آخوند شیشتن چطور میتونن چنین چیزی را بشنون از اونا. حالا جای شرم از برای مردم. الله المستعان. خواستم از شما بسیار تشکر کنم. تشکر از شما برادر عزیز. ما مدیون احسان شما هستیم. سلامت باشید. عزیز نصیب شما کنه. لطف الله سبحانه و تعالی. دعا کنین استاد عزیز. الله متعال ستون کنه. تشکر از سلام و خاص داشتم برای احمد جان عزیز. واقعا بسیار بسیار زحمت را متحمل میشوند. علیکم و علیه السلام. تمام دستاندارکاران تلویزیون وصال حق. زنده باشید. برای تمام بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. مثلا وصال حق، بفرمایید. با جناب انصاری می‌خواستم صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. شما خوبی آقای انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ مصطفی هستم از مشهد. آقا سفر بفرمایید. می‌خواستم تشکر کنم از برنامه‌های خوبتون. از خداوند برای شما و تمام جهادگران دعوت آرزوی موفقیت میکنم. سلامت تشکر میکنم. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد انصاری من بله بفرمایید برادر عزیز. ما گذشته گپم به علاقه قطع شد. بله بفرمایید، الان شما رو خط هستید. بله بفرمایید. بی تزمینی گفتن 100,000 من میگم هر کس که دروغ رو کنه اسم کنه. درست. من 100,000 که این با 50 میلیون پول ایرانی برابر است. درست. مرحمت هر آخوند میاد اگر دفاع کند بله. این پول رو براسش میره. درست. جالب. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال ستون کنه. آقا جمشید آماده هستن که برای هر آخوندی که بخواد از دروغ قزوینی دفاع بکنه همون مبلغی رو که آیت الله قزوینی ادعا کرده که مبلغ 100,000 تومان برای هر کسی که یک دروغ از ایشون بیاره میپردازه. آقا جمشید آماده است که همون مبلغ رو به کسی بپردازه که بیاد از یک از دروغ‌های قزوینی دفاع بکنه. بله.
بله سلام علیکم آقای باقری بفرمایید. سلام. سلام و رحمت الله. سلام، شب بخیر. شب بخیر آقای باقری. آقای انصاری، یک ساعت من پشت خطم میشناسی شماره من؟ بله و همین الان احمد جان اشاره کرد که رو خط 5 شما هستید. من عمدن شما رو بدون نوبت آوردم رو خط. آقای باقری برادر بزرگوار، آقای باقری برادر بزرگوار، آقای باقری برادر عزیز سلام دادید. وقت زیاد نگیرید چون که بینندگان زیادی پشت خط هستن. خواهش میکنم در مورد دروغ آیت الله قزوینی که از کتاب منهاج السنه و هفته گذشته شما اومدید و سر و صدا راه انداختید و اینطوری بدون خداحافظی رفتید. امیدوارم که این هفته من به شما وقت میدم. نه به خدا، من گوش کن آقای باقری، از این تهمت‌های لایت چسبک به ما نمیچسبه. آقای باقری اگه من بخوام زنگ میزنم. آقای باقری شما که دیگه ما رو میشناسید. ما اینجا 16 خط هست و من بدون این که بدونم پشت خط کی است همینجا داخل استودیو مستقیما وصل میکنم و هیچ کس رو هم به خاطر بحث علمی و به خاطر که مؤدب صحبت بکنه ما تماسش رو قطع نکردیم. کسی که توهین بکنه، اهانت بکنه، آره. آقای باقری برادر بزرگوار، من از جناب شما خواهش میکنم، الان احمد جان تایمر میگذاره، من 5 دقیقه به شما وقت میدم. در این 5 دقیقه شما بده من صحبت کنم 1 دقیقه بعدش. نه خواهش میکنم. اینجا شما عادتتون است آقای باقری، برادر عزیز، آقای باقری مستقیم ببینید شما، ببینید آقای باقری برادر بزرگوار، ببینید شما میایید به جای اینکه برید رو اصل موضوع مسئله رو شخصی میکنید، توهین، اهانت، فلان حرفای بی ربط میزنید. آقای باقری شما یک دبیر هستید، معلم هستید، آدمی که باید فرهنگی هست، معلم هست، باید بدون این چیزا رو. من الان خیلی مؤدبانه محترمانه از جناب آقای حسن باقری برادر بزرگوار، استاد حسن باقری دبیر، ایشون دبیر هستند در وزارت آموزش پرورش ایران، از ایشون خواهش میکنم که من 5 دقیقه به شما وقت میدم، مستقیم برید رو اصل موضوع، قضیه اصل مذاهب که آقای قزوینی گفته که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد 6 صفحه 301 آورده که اصل مذاهب اهل سنت حنفی و شافعی، مالکی و حنبلی اینا رؤوسشون کافر و زندیق هستن. 1 2 3 استارت شد، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تو این 5 دقیقه اگه من نتونستم دفاع کنم بینندگان عزیز هر چی خواستیم بگیم، ولی آقای انصاری حق نداره در وسط حرف من بپره. فوق آخرش میگه شما دارید از موضوع خارج میشید. خب بینندگان قضاوت کنن. اصلا من از شرق و غرب بگم. شما الان 1 ساعت برنامه گذاشتی، اون روز هم صدای منو قطع کردی. من بعدا در تکرار دیدم اصلا صدای من قطع بود، فقط همون 2 دقیقه رو گذاشتی، بقیه صدای من قطع بود. این ناجوان مردانیه. یا آقای انصاری 1 دقیقه شما صحبت کن، 1 دقیقه من، یا کل 5 دقیقه من اجازه بده من صحبت کنم. فوق آخرش میگن که آقا دفاع نکرده. بالاتر از این که نداریم. و بعد که من قطع کردم آقا وزارت جمهوری اسلامی چنین آدمی را گذاشته دبیر شما، منم میگم وزارت فلان عربستان چنین آدم پارچه فروشی رو گذاشته رئیس یه شبکه. این حرفا چیه عزیز من؟ یا بحث علمی مؤدبانه میکنین. و بنده به شما عرض کردم در زمانی که من تماس میگیرم، حداقل در موقع تماس من به حضرت آیت الله امام خامنه ای، به حضرت پروفسور آقای دکتر قزوینی و بقیه شیعه کوچکترین توهینی نباید بکنی. این خواسته زیادیه. اگرم منم توهین کردم، من که به شما اون دفعه گفتم ابوبکر بغدادی، شما گفتی آیت الله فلان، نگو، پنج نزن تا کلوخ نخوری. درست است یا نه؟ و اما امروز شما یه بار صحبتی اعلان کردی، من این جوابش 30 ثانیه میدم، جواب بحث بعدیتون میدم. جناب آقای انصاری شما آمدی فرمودی که آقا هر کس، این حدیث شیعه است، درست هم هست، حدیث سنی هم هست، به پیغمبر اسلام دروغ ببندد مرتد، کافر، زندیق، فلان فلانه. من نمیگم این چیزی که شما میگید این مصداقشه، ولی شما برای من یک سند بیاور که جناب ابوبکر گفت که
انبیا ارث باقی نمیگذارن. یک سند ایشون خودش فقط روایت کرده. مرد باش، جگر داشته باش، یک سند برای من بیار صحیح که غیر از ابوبکر کسی اینو گفته باشه. آیا حرف شما درباره مرتد بودن من شیعه و مرتد بودن کتب شیعه و علامه کلینی و مجلسی و آیت الله قزوینی و غیرهم درست هست؟ و خدای نکرده نعوذ بالله مرتد بودن آقای ابوبکر هم میگی یک نفر گفته این حدیثتون متواتره، این حدیثتون اصلا صحیحه که گفته انبیا ارث باقی نمیگذارن. و اما درباره جواب آیت الله قزوینی بسم الله الرحمن الرحیم 30 ثانیه قول حضرت قرائتی آقای انصاری که اون دفعه هم جواب ندادی و بعدش فحاشی کردی، آیا در کتاب جناب آقای ابن تیمیه اومده که همه اشعری و ماتریدی و همه مذاهب و مقلدون کافر هستند یا نیستند؟ لطف بفرمایید به این سوال من جواب بدید. 1 دقیقه بعد در خدمتتون هستم. بقیه وقتم مال تو، خوش باش. آقای باقری جانم. اول اینکه شما به اون حرفی که ما در موردش صحبت کردیم، قضیه دروغی که آیت الله قزوینی در مورد مذاهب اهل سنت گفت، پاسخ ندادید. و من یقین 100% دارم آقای باقری که نه شما و نه بزرگتر از شما اگر همه حوزه علمی قوم جمع بشن نمیتونن از این دروغ دفاع بکنن، چون که دروغ است و نیست در کتاب منهج السنه این حرفی که ایشون تهمت زده. ثانیاً آنچه که شما الان فرمودید من نمیگم دروغ است، میگم که شما اشتباه میکنید. بفرمایید بخونید در کجا گفته این حرف رو. آقای انصاری شما خوب میدونی من چی میگم، فقط شما یک جمله به من بگو این هست یا نیست در کتاب ابن تیمیه. شما گفتید که بلد نیستم. شما میگید که ابن تیمیه گفته که مذاهب اهل سنت شما بگو هست یا نیست. نیست. این چیزی که شما میگید نیست. این چیزی که ماتریدی و مذاهب و مقلدون اینا کافرن در کتاب ابن تیمیه نیست. درسته؟ مقلدین کافرن، مذاهب کافرن نیست. ماتریدی کافرن، اشعری کافرن، اینا نیست. نه، ماتریدی و اشعری بحث جداست. مقلدین و مذاهب رو چرا بهش چسبوندید؟ تو فرق میکنه آقا. قبلا همه اهل سنت یا اشعری بودن. آقای باقری الان من از شما خواستم، آقای باقری بحث علمی میخواید؟ شما به اصطلاح دبیر هستید، آدم عالم، فهمیده، دانشمند و به اصطلاح پای صحبت جناب آیت الله قزوینی هم کسب فیض کردید. شما بفرمایید همین چیزی که فرمودید که ابن تیمیه گفته که مقلدین و اهل مذاهب کافر هستند و اشعریه و ماتریدی، همین رو بخونید از کتاب منهاج السنه. در کجا گفته؟ اشکال نداره، من میخونم. من براتون میخونم. پس شما فرمودید چنین چیزی نیست. اگر من ثابت کردم همینجوری که هر روز میگی فلانی دروغگو، آیا شما خودت میگی اینجان محمد انصاری من توهین نمیکنم، خودت بگی بنده کذاب و دروغگو هستم. اگر که عکس این ثابت شد شما حاضرید؟ اگر عکس این ثابت شد شما حاضرید همین حرفو بزنید؟ آقای انصاری قطع کردی که؟ نه قطع نکردم، صداتون داره پخش میشه. قطع کردی آقای انصاری. آقای باقری اگر عکس این ثابت شد شما حاضرین همین حرف رو بزنید؟ آقای باقری متاسفانه دوباره تماس قطع شد. حالا من با حسن نیت برخورد میکنم، تماس قطع شد، شما قطع نکردید، ما هم قطع نکردیم، خودش قطع شد. لطفاً دوباره زنگ بزنید و اگر زنگ نزنید احمد جان شمارش رو بگیر، شما از اونجا زنگ بزنید بهش. الان من همه خطا رو صفر میکنم. آقای باقری دوباره تماس بگیر که در این مورد صحبت بکنیم. شما متاسفانه امیدوارم که اینطوری نباشه، اما به خاطر اینکه اصل مسئله رو میخواید پاک بکنید صورت حسابش رو، به خاطر همین چون این مطلب وجود نداره در کتاب منهاج السنه. امیدوارم که دوباره زنگ بزنید و این مطلب رو از کتاب منهاج السنه یا یکی از کتاب‌های ابن تیمیه که گفته باشه که مقلدین و اهل مذاهب کافر هستند. اگر از هر جایی از کتاب‌های ابن تیمیه این مطلب رو آوردید و خوندید، بعد من اینجا جلوی همه بینندگان همون جملاتی که شما گفتید میگم.
امیدوارم این شجاعت و مردانگی رو شما هم داشته باشید که اگر عکس این مسئله رو من ثابت کردم این رو شما هم بگید. و بینندگان عزیز و گرامی، دیدید من 3 دقیقه کامل هیچی نگفتم، 2 دقیقه تقریبا هیچی نگفتم. ایشون هر چی دلش خواست گفت، توهین کرد، اهانت کرد، فلان الان هر چی که، اما یک کلمه در مورد دروغ آیت الله قزوینی صحبت نکرد. و من تو هر برنامه تقریبا بیش از 3 ماه میشه تو هر برنامه اینو اعلان میکنم، بازم اعلان میکنم، یک مرد در بین شاگردهای آیت الله قزوینی اگر خودش که این مردانگی رو نداره و من یقین دارم و ثابت شده اینجا برای بینندگان عزیز، یک مرد در بین شاگردای قزوینی وجود داره بیاد و همین حرفایی رو که قزوینی در مورد ابن تیمیه گفته که ایشون سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه، از کتاب منهاج السنه یا هر کتاب ابن تیمیه که هست این رو نشون بده. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خدمت جناب آقا. انصاری هستم، بفرمایید. شما مستقیما دارید با استودیو صحبت میکنید. سلام آقای انصاری. بله بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز. اینا کارتون نیست و جواب شما رو بدن آقای انصاری. اینها نمیتونن جواب بدن. کارتون اینا خودشون دیگه تیغیان. اینا یه شب 10 شب دیگه هم وقتشون بدید، کارشون نیست جواب شما رو بدن. درست. تشکر شما برادر عزیز. تشکر شما برادر گرامی. خدا به شما اجر عظیم عنایت بفرماید. آمین. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر برای ما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. جناب انصاری سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد بزرگوار. منوچهر هستم از کرمان. بفرمایید. آقای منوچهر بفرمایید برادر عزیز. جناب انصاری، اینی که فرمودی به آقای باقری بدون نوبت اجازه میده، این حق الناس میشه حقیقتش. 1 ساعت و نیم با پشت خط مدعی باقری میاد یه سری والا به خدا یه سری حرفای عراچیفه. قبول دارین حق الناس این وقت؟ بله. بعد عرضم حضورتون میخواستم یه سری آمار خدمت بینندگانتون بدم که یه خورده بفهمن توی مملکت چه خبره. درست. آمار بیکاری که خودشون اعلام کردن 16%. بله. آمار طلاق اعلام کردن هر 8 دقیقه، این واقعا مصیبته، هر 8 دقیقه یه طلاق. عجب. آمار فقرم که همه میدونم 50-60% زیر فقرم. همه اینا همش از دروغ جناب انصاری. درست. فقط دروغ. از اون اولش دروغ گفتن به ملت تا الان. حالا من یه جمله رو از بعضی شنیدم، نمیدونم حالا راست دروغش، ولی حرف قشنگ یا راست باشه یا دروغ. بله. میگه زرتوش گفته خدایا، یه دعا کرده در مورد مردمش، میگه خدای مردم از فقر رو از دروغ نجات بده. درست. بعد نمیدونم والا چی بگم آقای انصاری. یه خورده مردم باید به خودشون بیان. این آمار و ارقام این نگاه میکنن، باید نگران کننده است واقعا. واقعا نگران کننده است. درست. حالا هی بیان از دروغای آقای قزوینی بخوان، یعنی مردم رو بخوان گول بزنن که بخوان دفاع کنن که نمیتونن. به هیچ درد مردم نمیخوره. درست. تشکر. مردم از این که از بدبخت و بدبخت‌تر میشن. تشکر برادر عزیز آقا منوچهر، الله متعال ستون کنه. زنده باشین. فقط می‌خواستم اینو خدمتتون عرض کنم. سلامت باشید. بعد این دخترم هم که عرض کردم سری قبل 5 سالشه، فردا میره توش 20 سالگی، خیلی شوهرم دوست داره. سلام میرسون خدمتتون. علیکم و علیه السلام. الله سبحانه و تعالی نور چشم شما بگردانه و
ایمان و تقوا و پرهیزگاری نصیب شما بکنه. زنده باشین، موفق و مؤید سلامت باشید آقای الله متعال کنه. خدا نگهدار. من عادت دارم که هیچ مطلبی رو بی جواب نگذارم. از تأسیس شبکه تا حالا همین روش و منهج ما بوده. آقای باقری خواهش میکنم حرفای گنده نزن. یعنی وقتی گاهی اوقات من میگم که تحدی میکنم یک مرد پیدا بشه که از دروغ قزوینی دفاع بکنه، میدونم که همچین مردی در کل مذهب شیعه تا هنوز از مادر به دنیا نیامده که از این دروغ قزوینی یا دروغای دیگرش دفاع بکنه. وقتی که محمد انصاری اینطوری تحدی میکنه، تحدی مردانه است. اگر یک مرد در مذهب شیعه به دنیا اومده که از دروغ قزوینی دفاع بکنه، زنگ بزنه دفاع بکنه. بعد ادای منو در نیار که بیاد تو در مورد این حدیث اننا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، در مورد این تحدی میکنم که صحبت بکن اگر غیرت داری. باقری جان، غیرت منو بر از قزوینی بپرس که پدر سوختش در اومده. غیرت منو بر از شریفی بپرس که تو خونه نشسته دیگه جرئت نمیکنه که زنگ بزنه. و اگر بیشتر از اینم میخوای که غیرت منو درک بکنی و احساس بکنی، من در خدمتت هستم. دوستان نشون بدن این صفحه کتاب صحیح بخاری است، باب کتاب فرائض. این حدیثی که سیدنا و حبیبنا ابوبکر صدیق خلیفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خارج چشم روافض دشمنان میفرمایند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا نورث ما ترکناه صدقه. این روایت در اینجا گفتن که شما این رو ثابت بکنید. من اصلا به این حدیثی که اینجا در کتاب اهل سنت هست اصلا هیچ کاری باش ندارم. نیازی هم ندارم که برای تو ثابت بکنم این صحیح هست یا نیست. ما قبولش داریم، حدیث صحیح هست. تو که قبول نداری بخاری رو، الان من برات ثابت میکنم که کیف بکنی. کتاب الکافی، سعی‌ترین کتابتون بعد از قرآن کریم، محمد ابن یعقوب کلینی، باب در اینجا احمد جون شما باب 4 حدیث اول. طبق اعتقاد کلینی در هر کتابی که کتاب فضل العلم صفحه 27 مطلبی که اولین حدیثی که میاره صحیح ترین حدیث در اون باب هست. در اینجا از ابی عبدالله امام جعفر صادق قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت طولانی است، در آخرش ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. انبیا دینار و درهم به ارث نمیگذارن، ولکن ورثوا علم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. انبیا که هستن علم رو به ارث میگذارن، کسی که از این بگیره به اصطلاح حظ وافری رو دریافت کرده. این از کتاب کلینی، صحیح ترین کتابتون. روایت هم روایت صحیح هست. اگر صحیح نیست میتونید تماس بگیرید و غیرش رو ثابت بکنید. تشکر میکنم احمد جان. روایت بعدی در کتاب البرهان فی تفسیر قرآن از هاشم بهرانی صفحه 15، روایت 10 از ابی عبدالله ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا الاحادیث من احادیث فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ بحظ وافر. انبیا درهم و دیناری به ارث نمیگذارند بلکه احادیثشون رو به ارث میگذارند. از ابو عبدالله امام جعفر صادق، روایت 10 صفحه 15 فی فضل علم و المتعلم البرهان فی تفسیر القرآن. تشکر احمد جان. کیف کردی آقای باقری. سومیشو بگیر. الحکومت الاسلامیه الامام المجاهد سید روح الله الخمینی کشف الله سره و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، صفحه 93 در روایت ابی عبدالله قال رسول الله ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم. همین روایت رو در اینجا آورده. خط سوم میفرمایند که بله. آقای باقری. آقای حسن باقری.
آقای حسن باقری لطفاً صدای تلویزیون رو ببند. ایشون رو خط هست هر موقعی که بله گوشی رو اسپیکر گذاشته فراموش کرد آقای باقری. آقای باقری لطفاً گوشی رو بردارید. شما روی خط هستید و من دوست دارم که از دروغ آیت الله قزوینی دفاع بکنید طبق ادعایی که کردید. واقعا متاسفم. خوبه آقای باقری در اینجا در کتاب یک مطلب خیلی جالب خدمت شما عزیزان نشون بدم. اینا داد میزنن که ابوبکر گفت که ما انبیا چیزی به ارث نمیگذاریم، چیزی که به ارث بگذاریم صدقه است و فلان است و علان است. این کتاب کافی احمد جان نشون بده. در صفحه 83 باب 68 علی ابن ابراهیم روایت میکنه از ابی جعفر امام محمد باقر قال، ایشون فرمودن النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. زنها از زمین و از عقار یعنی جای مسکونی، خونه، ساختمان چیزی رو به ارث نمیبرن. احمد جان نشون بده. اینا داد میزنن که فدک ارث فاطمه رضی الله تعالی عنها بوده. خودشون در کتاب کافی در بابی است که ان النساء لا يرثن من العقار شيئا، که زنها از زمین و خونه چیزی به ارث نمیبرن. این فقه شیعه است. باب در این مورد زده، باب 67 کتاب کافی، که امام محمد باقر میگه که زنها از زمین و از عقار یا جای مسکونی، خونه، این جایداد چیزی رو به ارث نمیبرن، برخلاف اهل سنت، برخلاف عموم مسلمان ها. این باب زده در این مورد در کتاب کافی. چون میاد علیکی ادعا میکنید که یعنی فاطمه رضی الله تعالی عنها از عقار و از زمین چیزی به ارث میبره، اما در فقه شما این چیز نیست. آقای باقری سلام و رحمت الله. آقای انصاری، من چند بار زنگ زدم، منم قطع نکردم. حالا انشالله که شما قطع نکردید. هر موقعی که زنگ زدید آقای باقری مستقیما از کنترل وصل شدید. الان شما رو من تقریبا 3 دقیقه اجازه دادم صحبت بکنید بدون تقطیع. یک کلمه من حرف نزدم، هرچی هم دلت خواست گفتی. 1 دقیقه حالا اجازه بده. آقای باقری خواهش میکنم، الان دیگه نوبت من است. من الان به شما وقت میدم که در مورد کتاب منهاج السنه که گفتید در اونجا گفته که ابن تیمیه که مقلدین و اهل مذاهب کافر هستند. بفرمایید در کجا متن عربیشو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. المجموع الفتاوی ابن تیمیه جلد 4 صفحه 106. این که من دارم، حالا میخونم. شما میدونم جلوت هست، میدونی من چی میخوام بگم. و من قال انا شافعی و شر اشعری الاعتقاد قلنا له هذا من الازداد لا بل من الارتداد. هر کس بگوید من در فقه شافعی هستم و از نظر کلامی اشعری هستم، اینها ممکن نیست. اعتقادی و ضد هم هستند. اعتقاد بلکه اعتقادی. هر کس این اعتقادی داشته باشه مرتد است. مجموع فتاوای ابن تیمیه. شافعی ها همشون الان تمام شافعی ها طبق نظر ابن تیمیه مرتدن. چرا؟ چون هم شافعی ها از نظر فقهی شافعی هستند، ولی از نظر کلامی چی هستند؟ یا اشعری هستند یا ماتریدی یا اهل حدیث یا هرچی. یا مثلا خیلی از اهل سنت حتی حنبلی هستند، اعتقادی هستند، اهل حدیث هستند، یا حنفی هستند، از نظر اعتقادی ماتریدی هستند. الان همه اینها جناب انصاری طبق نظر ابن تیمیه یا ماتریدی هستند یا اهل حدیث هستند یا اشعری. بله. خب اینا آیا مرتدن، جهنمی هستند؟ خب ادامهشو بخونید. خب جواب شما رو ادامهشو بخونید. ابن تیمیه همینجا جواب شما رو داده. بخونید ادامهشو.
اصلا ابن تیمیه جواب نمیخواد بده، جوابش دیگه سفسطه‌ایه، مغلطه‌ایه. آقای حسن باقری، آقای محترم ادامهشو بخون، جوابش همونجا داده. ادامهشو بخون. آقای محمد انصاری شما همین جواب بده، جواب برادر عزیز و بزرگوار، برادر عزیز و بزرگوار ادامهشو بخون، جوابش همونجا داده. خب ادامهش چی گفته؟ بفرمایید. ادامهش گفتن ما منظور اون کسی هستی که ماتوریدی یعنی چی؟ اشعری یعنی چی؟ نه اینو میخوای بگی؟ نه دیگه نه دیگه نه اینو نگفته. آقای محترم، آقای باقری، آقای انصاری شما ماتوریدی هستی یا اشعری خودت؟ من مسلمان محمدی. خدا خیر. نه یا ماتوریدی هستی یا اشعری یا سنی یا وهابی؟ نه ماتوریدی هستم نه اشعری. نه ماتوریدی هستم نه اشعری. من حرف ابن تیمیه رم در اینجا 100% بلکه میلیون درصد تایید میکنم. الان من از شما یک سوال میپرسم آقای باقری. آقای باقری بحث عوض نکن. آقای باقری شما الان ابن تیمیه رو ادامه بحث رو نخوندی، در ادامه جواب داده، اصلا نمیتونی ادامهشو بخونی چون که حرف ابن تیمیه خیلی آقای محترم، آقای حسن باقری، من از شما الان گفته که کسی که بگه که من در فقه شافعی هستم و در اعتقاد اشعری هستم، ابن تیمیه میگه که این از تناقضات است بلکه ارتداد است. درسته؟ درسته گفت. یک سوال آقای حسن باقری، امام شافعی اشعری بوده؟ امام شافعی اشعری بوده. از نظر کلامی چی بوده؟ امام شافعی اشعری بوده یا نبوده؟ اشعری بوده. امام شافعی در کدوم سال به دنیا آمده؟ امام شافعی اشعری بوده در کدوم سال؟ تو بگو. من میگم امام شافعی در کدام سال به دنیا آمده؟ امام شافعی در کدوم سال به دنیا آمده؟ سال 150. نمیدونم. 150. 148. 150. خب ابوالحسن اشعری در کدام سال به دنیا آمده؟ شما میگه اشعری مثلا 30 سال آقای نه آقای باقری جواب من رو بده. آقای باقری ابوالحسن اشعری در کدام سال به دنیا آمده؟ شما بفرما. 260. 61. 260. خب میخوای بگی 100 سال فاصله شد. 100 سال فاصله. الان امام شافعی و امام ابو حنیفه و امام احمد و امام مالک همه اینها کتاب در باب عقیده دارن. متوجه هستی؟ مثلا در مذهب احناف کتاب فقه اکبر هست در باب اعتقاد، کتاب عقیده طحاویه هست در باب اعتقاد. الان یک انسان احمقی بیاد بگه که من حنفی هستم در فقه، در اعتقاد ماتوریدی هستم، به اون میگیم آقا جان تو عقل داری، شعور داری. امام ابو حنیفه در سال 80 به دنیا آمده، امام ابو منصور ماتوریدی در سال 248 به دنیا آمده، یعنی فرق تقریبا 200 سال. وسط حرفم نپر آقای باقری، این از ادب و اخلاق بدونید. شما فریدی، منم میگم طحاوی که به دنیا آمده. آقای محترم در سال 248 ماتوریدی به دنیا آمده، طبق حالا این چیز مجهول است، تقریبا 200 سال کمتر 100 خورده ای سال. امام ابو حنیفه در باب اعتقاد کتاب داره، من فقه رو بگیرم از ابو حنیفه رحمه الله، اعتقاد رو بگیرم از ماتوریدی، این حماقت است. یا در اینجا دو گزینه بیشتر نداره کسی که به این اعتقاد باشه، یا اینکه امام ابو حنیفه عقیدش درست نبوده که بعد عقیده رو از ماتوریدی بگیری، یا اینکه ماتوریدی عقیدش از امام ابو حنیفه بهتر بوده. همین مسئله در مورد امام شافعی. امام شافعی رحمت الله علیه در باب اعتقاد کامل و شامل همه مسائل رو ذکر کرده. حالا یک انسانی بیاد از کسی به نام ابوالحسن اشعری که 100 سال بعد از امام شافعی به دنیا اومده، بیاد از اون اعتقاد رو بگیره و از امام شافعی بره فقه رو بگیره، ابن تیمیه میگه این از ازداد است. یعنی تو دیگه نیا بگو که من شافعی هستم، بگو اشعری هستم. ثانیاً آقای باقری، ثانیاً این ضربه مهلک رو هم بگیر از من که امام ابوالحسن اشعری در ابتدا اعتقاداتی داشت، بعداً اعتقاداتی داشت، قبل از وفاتش کتاب مقالات رو نوشت
و عقیده امام ابوالحسن اشعری دقیقاً مثل عقیده امام شافعی است. قبل از وفاتشون ایشون همه اشتباهاتی که در باب عقیده داشت تصحیح کرد. منم میگم، هر عالم اهل سنت هم میگه که ما اعتقادمون رو از قرآن و سنت میگیریم، نه از ابو منصور ماتریدی و نه از ابوالحسن اشعری. تمام شد؟ خب پس بله آیه انصاری خیلی جالب شد. جواب اصلا خودت معرکه دادی. جواب معرکه دادم. آقای باقری ببینید شما یک بار بحث عوض کردی، الان تقریبا چند دقیقه است داری رو بحث دیگری صحبت میکنی. آقای محترم شما ادعا کردید، صداتون هم هست، میتونم همین الان پخش بکنم که ابن تیمیه گفته که مقلدین و مذاهب کافر و زندیق هستند. در کجا گفته؟ وقتی گفته اشعری ماتریدی بل ارتداد میفهمی یعنی چی؟ یعنی آقای محترم این جواب من نشد. این جواب من نشد. در کجا گفته؟ بخون متن عربیشو. در کجا گفته مقلدین و اهل مذاهب کافر و زندیق هستند؟ در کجا گفته؟ به اونم میرسین تو حرف من. نه بیارش همین الان بخون در کجا گفته. این برداشت تو است آقای باقری. این برداشت تو است آقای باقری. در کجا گفته؟ بخون اولین متن رو بخون. والله قسم میخورم جلوی همه بیننده. آقای باقری بذار با ادب و با اخلاق این تماسمون پایان بیابه. خوبه؟ من والله قسم میخورم و همه بینندگان رو هم شاهد میگیرم که اگر همین مطلب قزوینی رو برای من آوردی و همین حرف خودت که گفتی مقلدین و مذاهب کافر هستن و زندیق ابن تیمیه گفته آوردی، من الان ساعت چنده؟ ساعت 10 تقریبا بله 53 21:53. من 7 دقیقه بعد که نیم ساعت میمونه به انتهای برنامه، نیم ساعت کامل رو به تو اختصاص میدم. خوبه؟ فقط این ور اون ور نپر. برای من بیار در کجا گفته ابن تیمیه متنشو بخون. آیه انصاری گوش کن دیگه، ببین اذیت نه. گفتی که یه حرف خیلی جالب. من اذیت نمی‌کنم آقای باقری، من اذیت نمی‌کنم. آقای سعید طوسی اذیت می‌کنه شما. آقای باقری بخون برای من، بخون. حرف این ور اون ور نزن. برای من بخون در کجا ابن تیمیه گفته که مقلدین و اهل مذاهب کافر و زندیق هستن. در کجا گفته؟ گوش کن الان میخونم. آقای انصاری بخون. وقتی تو وقت من هست ادب حکم میکنه نفری. آقای محترم شما وقتی که از جاده خارج بشی من مجبورم که بیارمت رو صراط المستقیم. بسم الله بخون. غیر از حرف ابن تیمیه بخون. شما ابو حنیفه و چی به من میگی خارج شدم؟ بابا یه ذره لا اله الا الله. آقای باقری خواهش میکنم بخون. در کجا گفته؟ شما آمدی ادعا کردی، همه بینندام صداتو شنیدن، گفتی که گفتی که مقلدین و اهل مذاهب اینا کافر و زندیقن. در کجا گفته؟ بنده ادعا میکنم که ابن تیمیه تمام مسلمانان بجز فکر وهابی که بعداً اومد، یعنی فکر سلفی گری داعشی، خودش همه رو کافر و مرتد میدونست و اون زمانم اهل سنت تمام دنیا رو گرفته بودن، انداختنش زندان، همونجا مرد. در کجا گفته؟ در کجا گفته؟ و همه گوش کن. چند تا از علمای بزرگ همون زمان گفتن در کجا گفته؟ آقای باقری نمیذاری حرف بزنم. آقای باقری من قسمت میدم به الله سبحانه و تعالی که یک کلمه اینور و اونور حرف نزن. شماره جلد، شماره صفحه، در کجا ابن تیمیه گفته که رؤوس مذاهب اهل سنت کافر و زندیق هستند؟ 1 2 3. من الان میخونم که ابن تیمیه همه رو کافر و مرتد دونسته. اول کلام بهت خوندم. تکلیف شافعی که معلوم شد، ماتریدی و اشعری هم که معلوم شد. پس بنابراین اهل سنت دنیا هر کدومتون ماتریدی هستید و اشعری هستید، از نظر جناب ابن تیمیه که آقای محمد انصاری هم قبول کرد کافر مرتد هستید. حالا شیعیان که بماند که جای خود دارد. اما آقای انصاری میگه که چون فاصله این امام با اون امام 60 سال بوده، 100 سال بوده، هیچ عاقلی رو نمیگه. آقای انصاری شما فاصله محمد ابن عبدالوهاب تا پیامبر تا ابو حنیفه
تا شافعی چقدر بوده که وهابیت الان به نام اون داعش رو وجود آورده، جبهه نصرت قلب میخوره، کودک کشی میکنه، یمن رو میکشه. چقدر فاصله بین اینا بوده؟ آقای باقری ببین الان که من به شما اجازه دادم، گوش کن. آقای باقری الان که من بهت اجازه دادم شروع کردی. آقای باقری گوش کن آقای باقری. ببین الان که بهت اجازه دادم، ببین از کجا شروع کردی، پریدی به نصره و فلان و فلان. من امشب ولت نمی کنم. احمد جان شمارهشو برای من بفرستید اینجا، شمارهشو بفرستید که من پدری از تو در بیارم آقای باقری. امشب انقدر بهت زنگ بزنم که تا که حالت گرفته بشه. تا نیا اینجا از دروغ قزوینی دفاع نکنی، من امشب ولت نمی کنم. بعد از این تا این شماره رو عوض نکنی، من تو هر برنامه آن روسته که بهت زنگ میزنم، خودم زنگ میزنم اینجا. اولا که از دروغ قزوینی دوستان دفاع نکرد، چون که دفاع نداره و قزوینی دروغ گفته، یک کلمه دفاع نکرد. ثانیاً اومد گفت که ابن تیمیه میگه که مقلدین و اهل مذاهب کافر هستن. آقای باقری من اول بهت احترام گذاشتم، گفتم اشتباه کردی، اما الان میگم دروغ گفتی. ثالثاً قضیه ماتریدی و اشعری اینجام جلوی من هست متنش. در کتاب مجموع الفتاوا جلد 4 احمد جان نشان بده. در اینجا میاد قضیه علم کلام و مسئله اشعریه و کرامیه و کلابیه و اینا رو مطرح میکنه. بعد صوفیه و مالکیه و شافعیه و حنبلی و این مسائل رو بله. در اینجا هم علمای شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی اینا هیچ کدومشون ماتریدی و اشعری نبودن. نه امام ابو حنیفه ماتریدی بوده، نه امام ابو احمد ماتریدی بوده، نه امام ابو یوسف ماتریدی بوده. هیچ کدوم از اینا ماتریدی نبودن. از شاگردان امام شافعی و خودش اینا هیچ کدومشون اشعری نبودن. اینجا که من گفتم ادامه‌شو بخون که شما فرار کردی نخوندی، اینجا اینو ذکر میکنه. بفهم الان. میگه که کسی که بگه که من شافعی مذهب هستم و در عقیدم معتزلی هستم، کسی بگه که من شافعی مذهب هستم و در اعتقاد اشعری هستم، میگیم که این از تناقضات است، بلکه از ارتداد است. چرا که شافعی اشعری الاعتقاد نبوده. اذ لم یکن الشافعی و اشعری الاعتقاد. امام شافعی اشعری نبوده. حالا بعد از اون کسی اومده گفته که من شافعی هستم و اشعری. این برمیگرده به خودش. پس این شافعی نیست، اشعری است. نباید بگه شافعی است. حرف ابن تیمیه اینه، حرف عاقلانه و منطقی است که این امثال شما درک نمی کنید این چیزها رو. آقای باقری حتی گنده ترت هم درک نمی کنه اینا. میگه که به خاطر اینکه شافعی اشعری نبوده و کسی که بیاد بگه که من حنبلی هستم در فروع، معتزلی هستم در اصول، به او میگیم که تو گمراه شدی از راه راست. میکنی به خاطر اینکه احمد معتزلی در دین و اجتهاد نبوده. و همچنین در مورد مالکیه که قضیه اشعری و همین مسائل کلا اینجا همه رو توضیح میده که چرا این حرف رو زده. واقعا حرفی است که حرف منطقی و عاقلانه است. در اینجا کلا این چیزی که من تیره کردم همه اینو میاد توضیح میده. و اصحاب مذاهب که مذاهب اربعه اهل سنت باشه، هیچ کدوم از ائمه این مذاهب و شاگردان این ائمه بزرگوار نه ماتریدی بودن، نه به اصطلاح اشعری بودن. حتی خود امام ابوالحسن اشعری هم در آخر عمر برگشت به اعتقادات امام شافعی رحمت الله علیه. منتها یک عده که تعصب دارن تا امروز میان میگن که ما ماتریدی هستیم و از این چیزمون هم دست بر نمیداریم، ما به اصطلاح اشعری هستیم و از این اعتقادمون دست بر نمیداریم. این دیگه از تعصب و جهالت است. با انسان متعصب و جاهل شما دیگه اصلا نمیشه باش بحث کرد. تعصب به چشم انسانو کور میکنه. و ما اینجا بنابراین نداریم که بگیم والله فقط شیعه هستن، گمراه هستن. هر کسی که متعصب باشه، جاهل باشه، همین اعتقادات خرافی رو داشته باشه، ما بهش میگیم که این آدم از راه راست گمراه شده. دوستان عزیز، همونطوری که مشاهده کردید آقای باقری از دروغ قزوینی دفاع نکرد، ادامه بحث
ابن تیمیه رو نخوند. مقلدین و مذاهب رو گفت ابن تیمیه کافر میدونه، این رو از کتاب‌های ابن تیمیه نیاورد که بخونه. و دروغ‌های دیگری که در مورد لانورس هم هیچ چیزی نکرد، در حالی که من سندهای دیگری هم داشتم که در اینجا میتونستم که خدمت ایشون نشون بدم. قضیه ارث نبردن زمین. یک چیز دیگه هم نشون بدم در این کتاب، السنن التاریخیه فی القرآن، سید محمد باقر الصدر، این هم در صفحه 188. این معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقارا. ما انبیا به ارث نمیگذاریم طلا، نقره و زمین خونه به ارث نمیگذاریم. انما نورث العلم، بلکه این علم است که به ارث میگذاریم. آقای باقری، اینم خدمت شما دیگه، حواست باشه که با من از این تحدی‌های تو خالی نکنیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام همسری، خسته سلامت باشید بیننده گرامی. عباس هستم همسری، خوبه؟ عباس آقا بفرمایید برادر عزیز. همسری اونقدری که دوست دارم ولی والله از موسیقی از دست الو. بله عباس آقا بفرمایید. عزیز آیا همسری، من اول خواستم در مورد باقی چیزی بگم، حالا افراد میگیرن ناکن منی که خدا رو خیلی خدا رو مفت فروختم خب پست و مقام اینا، الان اگه باشه من مفت جواب هم بسیم کنم یه چیز دیگه اضافه میکنم، این حتما میکنم عربی ها، حتما حضرت علی و امام زمان حضرت عباس اینو براتون ثابت میکنم میکنه که من چند هفته نتونستم سنگ کنم، های هفته روانی بودم و ساعت من هفته نیمیسته بانک کردم یه سری دنیاتون مثل بودم. اگه وقت باشی من جا رو بگم، وقت دارم حرف بزنم. بفرمایید، اما مختصر باشه بهتره چون لحظات پایانی برنامه است. بفرمایید. باشه میدونم تو من بعد شانس زندگی حالا شما اینجا بودیم ولی خب خدا فکر دیگه احساس نشیدیم. اصلا من قبلش یه چیز کوتاه رو بگم. من به خانواده‌ام به پدر مادرم گفتم شما که نماز کنین حداقل بذارید نمازتون تایم ما ساعت 3 به بعد از اون عصر میشه. گفتم شما ساعت 3 نماز ظهرتون بخونید چون اصلا حداقل بتونید چیزی رو بخونید. شما دیگه هم میگین نماز ظهر عصر کنم، حداقل مثل که قضای ظهر هم بخونید و از مقصد که میشه گفتم حالا بزنید تو از اون اشتها بخونید که حداقل قضای مغرب بخونید. ولی من درست گفتم جلوتر میرین اصلا نگفته اون نماز عصرتون بخونید، از اون اشتها رو نگفته، مثل نماز صبح هنو از اون نگفته نمازتون بخونید. این مشکلی نداره من گفتم. خب مشکل داره، خیلی مشکل داره. خود دیگه هر کاری کنم من خودم شدم یه بهامی، حالا دیگه در رو کار نداریم. چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در اوقات معین بر انسان فرض شده، بر مؤمنین فرض شده. من میدونم، من اونایی جور شد میگه من همیشه دعا میکنم که خدایا حاضرم من یه دستم قد بشه یه پام قد بشه بلن که پدر مادرم مشرک نمامد. همیشه این رو از خدا خواستم بلن که تمام مردم مسلمان کنم پدر مادرم مشرک نمامد. خیلی رو اینو احساسم هر کاری میکنم گفتم از اقل بتونن چون قبل از اون من ها کنم منو از اون نگفته که نه بله ولی معذر نخواهیم سیکلی ها خواهد درزی یعنی که قضاهای بعدی رو بعد آیان سر فقط یه چیزا رو بگم. من الان داشتم نگاه میکردم خب یه سری برنامه گفته که حضرت میخوایم بری به حرم حضرت علی خب از لحظه ای که ما خواستیم بریم باید وضو بگیریم. بعد یه دعاهایی رو گفتن، بعد گفتن قدم به قدم یه چیزهایی رو گفتن که فکر کنم واسه مکه مکرمه که الان اینقدر خدا واجبش کرده همه سختی رو خدا نگرفت.
یعنی یه جوری کردن که دقیقا اون مکی عظیمتر چیز بشه، هر مرقد حضرت علی عظیمتر و بزرگتر بشه. درست. یه سری صحبت ها دیگه هم با صحبت می شده، مثلا میگفتن که آره تا یه جایی که کم میارن، حالا یا آی باقری رو میخوام بگم، یه جایی که کم میارن آی باقری چطور میارن؟ مثلا کتاب حامی هم میدیم، آره نگاه کنید که کتابای بزرگی اهل سنت گفته ام المؤمنین عایشه و حضرت محمد عزا گرفته سینه زده ما باید برای امام 400 سال بعد چیکار بکنیم؟ وقتی که اینو گفتی حداقل به ام المؤمنین هم احترام بذار. یکی از حرفایی که گفتن یکی دیگه اینجا من بازم چون نوشتم که یه ذره حضور ذهن نوشتم، گفتم عمر رضی الله علیه و ابو هریره خب گفته که تو یه دزدی و تو رو گذاشتم اونجا و از مال مردم بردی. خواستم این سند صحیح داره یا نداره. نه این دروغی است که نسبت میدم. میدونم فقط خواستم اگه بشه من خواستم روایت اینو بگم، اینو یه سر ثابت بکنید. نگاه کنید من عربی بلد نیستم، حالا اگه بیای داخل کل خودم گفتم من اگه بیای داخل کل ایران شما بگردید یکی مثل من دعای جوشن کبیر، دعای حدیث کسرا، حدیث معراج، همه اینا رو من حفظم، فقط میخونم نمیدونم چی میخونم. رو نمازان میخونم اگه اینو بخونی نمیدونم 1000 بار عمرتم نمیدونم 1000 بار میری مکتون من میدونم. ولی الان وقتی قرآن میخونم، وقتی قرآن رو شناختم یعنی میفهمم. والله وقتی میخونم که نوشته داخل او دنیا 50,000 فرشته آدم رو میگیرن و میبندن میندازن تو آتش، بله های بسر آدم تو عذاب میاره که به غیر از نکنیم کار از گناه های دیگه نداره. تأکید تو اینه که بابا به غیر از من شریک پیدا کنی برام، به غیر از من این آدم که میخونه موابقه که سنش میلرزه. من یکی نابود میکنم خدایا منو ببر یوم داشتم گناه میکنم. مثلا آقای روستایی اومده اگه لطف کنید و اینو حتما برام توضیح بدین دست بفرمایید. در کجاست؟ گفته کتاب صحیح بخاری خب با کتاب مقدس تورات شباهت داره. مثلا اینجا گفته خب تو کتاب توحید 1823 و باب 24 تورات اینجا گفته خدا و پاش میذاره تو جهنم، خدا پا داره. بعد تورات هم میگه آره خدا نشست تو فرش چیز. بابا حالا من اینو نخوندم ندیدم تو صفحه هم نیوردم، حالا سری کلمات عربی رو گفتم هرچی زنگ زدن نتونستم بگیرم. من فقط نمیگم وای چون یکی از 2 تا بچه زنگ شده بودن. بابا لامصبا شما وقتی نمیگین شما در من میگین بهش بنگی کفش امام حسینه، علی دست خدایه، علی چشم خدایه. شما مثل اینه که من فقط یه مسئله خواستم بگم نکنید حالا ما بهش میگیم جاری، نمیدونم شما چی میگین. 2 تا هم عروس با هم زندگی میکردن، یکیشون دزد بوده بعد میره آب بیاره، یکیشون که دزد نبوده تو خونه بود. این وقتی که من درو نبستم بادو میره که ببینه نرفته باشه دزدی کرده باشه. نه بابا عروس دزدی نکرده، کار نکرده، ترسیده چون خودش مشکل. آیا اینا اومدن یه سری شبهات بحث کردن به اهل سنت که بخوان اینو خراب کنن. درست. خب در این مورد صحبت میکنم عباس جان، در این مورد صحبت میکنم. آره حتما در این مورد صحبت کنید چون خیلی برام مهمه. بعد یکی دیگه هم میگه که حضرت محمد خب نشسته بود، اینا رو دیگه باز در از این صحبت میگه حضرت محمد نشسته بود، جبرئیل اومده بود پیشش. بعد در میاد به حضرت علی میگه یا علی بیا بشین ببین جبرئیل داره چی میگه، داره گریه میگه چی میگه. و میگه که جبرئیل چی داره میگه به من؟ میگه علی تو رو امام میخواد بکشه و نمیدونم فرق تو بشکافه. میگه کار کنم؟ میگه صبر کن. خب من میخوام ببینم کجا حضرت جبرئیل میاد نفیس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بشینه و مستقیم حضرت علی باشه. اینو خواستم بگم اگه اینجوره. من فقط خواستم بگم که نسل حضرت محمد میگن حضرت امام حسین، امام حسن 11 امام 12 تایی که ما باید اصلا ندیدیم. بین اون رو بحث 11 تاش که اومدن هر دین رفتن.
اینا و اگه بخوایم جدش نمیگیم، جدشون رسول الله پیامبر خدا، ولی از طرف مادری، از طرف پدری و خالصا کنیم جدشون عبدالمطلبه. خب پس چرا نمیان بگن حضرت نمیدونم جدشون عبدالمطلب کار کرده، جدشون من پسر عبدالمطلب بودم، چرا میگن من فرزند نمیدونم رسول الله؟ خب مادرتون اینقدر قسم چرا پدر رو نمیگیری؟ چرا نفس اصلی خودتون حفظ نمیکنی؟ یکی دیگه هم باز من سری دارم میگم چون وقت هم میکنه خیلی راحت نوشته بودم، یکی نوشته بودم از ساعت 8 من تماس گرفتم، ولی خب یای جعفری هم اومده اینقدر رو اعصاب من راه رفته، ولی از یه بابت هم گفتم باز خود اینجا بهش میدن حداقل پیداش کنیم بریم یه معلم میشه استاد دانشگاه. اینجا هم گفته صلح امام حسین با معاویه خب رضوان، من نمیخوام بگم امام حسین به هر دلیلی صلح کرد، من کار ندارم. من زنگ زدم حالا پرسیدم میگه آره چون پیغمبر اون زمان صلح کرده بود با اشرار نمیتونم حالا چیزو کاره و امام حسین بابت او صلح کرد. من گفتم بابا مگه پیغمبر بعد از اونا صلح رو شکستن نرفت انگیز نکرد پارسان و شما بعدی گفتین که معاویه اومده بود اون مسجد گفت من هر چی گفتم دروغ گفتم به امام، من توهین میکنم به پدرش، من به پدرش بی‌احترامی میکنم، من همه کار رو انجام میدم، من به اینا دروغ گفتم. خود چرا امام حسین بعدی که فهمیده از دو بر به خاطر حضرت محمد صلح کرده، از این برم که دعوا کرده چرا نیومده این هم جنگ رو شروع کنه و دعوا رو شروع کنه و با اونا بجنگه؟ درست. باشه عباس جان، من انشالله در مورد همین مسائلی که مطرح کردید انشالله صحبت میکنم در موردش. چیز دیگری هم هست؟ دستون در نکنه چون من چند تا آیه قرآن هم حالا اشتلاس شنبه بعدی والله تا شنبه بعدی من سر کارم وقت میکنم ولی تا شنبه بعدی باز روز شمار کنم انشالله بشینم و بتونم تمام بگیرم انشالله. الله متعال ستون کنه. الله متعال ستون کنه. برنامه ها رو ندیدم خیلی این چند تا رو خواستم بگم دوست کنیم این انشالله دسته بعدم باشه. بازم من متشکرم از بابتتون و همیشه ادامه بدین که شما تنها چیزی که پشتتون هست و خیالتون راحته الله بزرگ پشتتون هست، الله بزرگ پشتتون هست، الله بزرگ پشتتون هست. مثلا همونی که میگه به حضرت محمد گفت من تو رو خارج کردم تو چشم دوست، شما همونه دارین. انشالله که بازم موفق باشین. سلامت باشین. همه رو به راه راست داد ولو اینکه اینو بگم فقط آی باقری انشالله تونم به راه راست داد کنه که مالی دنیا و پشتم ارزش نداره. بچه سوال دار متشکر خود زنده باشید. تشکر از شما. عباس آقا در مورد روایاتی که اینا ذکر میکنن، من الان یک مسئله ای رو به خاطر که ببینید که این چوپان دروغگو در مورد روایات کلن یک اصلی رو در نظر داشته باشید. اینها وقتی که ذکر میکنن از مصادر اهل سنت، عباس جان تلبیس میکنن، دروغ میگن. والله اگر ما بخوایم یعنی دروغ هایی که اینا به اهل سنت نسبت دادن فقط همینا رو بیاریم تو برنامه ها جواب بدیم، روزانه 24 ساعت به مدت 364 روز، یعنی 10 سال 20 سال 30 سال ما بخوایم 24 ساعت شبکه رو فقط به این که کلیپی از شبکه ولایت پخش بکنیم جوابشو بدیم، تموم نمیشه. چون بابا جون دروغ میگن، عمدن دروغ میگن که ما رو مشغول بکنن. این یک سیاستشون است که الحمدلله ما درک کردیم. ببینید در هفته ما فقط یک برنامه آن رو سکه به مدت 3 ساعت داریم که در این مسائل صحبت میکنه. بقیه همه برنامه در مورد عقیده است، توحید است، سنت است، حفظ قرآن است، این مسائلی که عموم مسلمان‌ها دارن ازش استفاده میکنن. ما رو اینا نمیتونن تو این مسائل مشغول بکنن. ان شاء الله ما داریم مشغولشون میکنیم. من یک نمونه عباس جان برات نشون بدم که دیگه شما فاتحه همه شبهات و دروغ‌هایی که اینا میگن بخونید. الان مثلا آقای آیت الله قزوینی، ببخشید یک اصطلاح دیگه هم بشه پروفسور در دروغگویی، ایشون یک مطلبی رو در مورد بنی امیه میاد ذکر میکنه. ببین که چطور این آدم میاد دروغ میگه. واقعا آدم تعجب میکنه به این بی‌حیایی، به این. گوش کنید این رو. این تاریخ
احمد جان این روایت رو داره میخواد که لعن بنی امیه بکنه، بعد بنی امیه بگه بنی امیه رو به اصطلاح بدنام بکنه قاطبتا از اول تا آخر طبق عدیه و زیاراتی که دارن و همه بنی امیه رو لعن میکنن. ببینید چی میگه. آقا این تاریخ طبری والله کتاب برای شما عرض کنم کافی کلینی و تهذیب شیخ طوسی نیست، بهارالانوار مجلسی نیست و این نظر آقای طبری هم هست. دقت کردید؟ این کتاب طبری است و این نظر آقای طبری هم هست. چی است؟ نظر آقای طبری هم هست. دقت بکنید به جملات این آخوند دروغگو. این نظر آقای طبری هم هست، روایت هم نقل نمیکنه، به عنوان یک فتوا نقل میکنه. روایت هم نقل نمیکنه، به عنوان یک فتوا نقل میکنه. خوب به این حرفاش دقت بکنید. این نظر طبری است، روایت هم نقل نمیکنه، به عنوان یک فتوا مطرح میکنه. خوب دقت بکنید به خباثت این آخوند دروغگو. و این نظر آقای طبری هم هست، روایت هم نقل نمیکنه، به عنوان یک فتوا نقل میکنه. میگه اختلافی بین احدی نیست که مراد بنی امیه است. تازه در ادامه هم آیه هم میگه، یعنی دقیقا هم جالبه. بله همین آیه 60 سوره اسرارشون مطرح میکنه و به دنبال اون همین روایت رو مؤید میاره، یعنی فتوای شخصی آقای طبری. اینجا دیگه شما نمیتونید بیاد بگید آقا حالا روایتش ضعیفه، روایتش مرسل، روایتش چیه. این عبارت آقای طبری. گفت فتوای آقای طبریه. این شجره ملعونه که در قرآن ذکر شده مراد بنی امیه است. این فتوای آقای طبری است، روایت هم نقل نمیکنه، خدا نکنه روایت نقل بکنه و فتوا داره میده و جایی هم نقل نمیکنه. چقدر جلو عقب دروغ میگه تا که بیاد دروغش رو ثابت بکنه برای مردم. یک بار دیگه این جملات آخرش رو بشنوید. بال اون همین روایت رو مؤید میاره، یعنی فتوای شخصی آقای طبری. اینجا فتوای شخصی آقای طبری است. اینجا دیگه شما نمیتونید بیاد بگید آقا حالا روایتش ضعیفه، روایتش مرسل، روایتش چیه. این عبارت آقای طبریه. بله آقا این تاریخ طبری. این آقای قزوینی الان با این تاکیدات، با این دروغایی که جلو عقب گفتیشون، شما شک میکنید که این آقا داره دروغ میگه؟ شک هم نمیکنه کسی. حتی گاهی اوقات بعضی از کتابهایی رو که من مطالعه نکردم، وقتی ایشون میاد روایتی رو از اونجا بیان میکنه، میگه بله تو این کتاب این یکی از علمای بزرگ اهل سنت فلان گفته، این است و شاگردش فلانیه، استادش فلانیه، کتابش 9 جلد، نویسندش این کار کرده، تحقیقش فلان کرده، عربستان چاپ کرده. نیم ساعت تعریف میکنه، بعد میاد تلبیس میکنه. گاهی آقا بعد کتابایی رو که نخونده بودم میدیدم خودم شک میافتادم که واقعا مثلا امام ذهبی این مطلب رو گفته تو کتابش، یا فلان مثلا عالم این حرف رو زده. بعد که میری نگاه میکنی که ای داد بیداد، حرف اون عالم کجا، دروغ قزوینی کجا. در اینجام دروغ میگه. اینم اضافه کنید به تحدیای شبکه وصال حق. قزوینی در اینجا دروغ میگه. نه فتوای طبری است، نه نظر طبری است و نه حرف دل طبری است و این حرفایی هم که میزنه جلو عقب همش دروغه مال قزوینی. میدونید چرا؟ چون آنچه که این داره نشون میده در اینجا در حقیقت چی است؟ من متنشو خدمت شما عزیزان نشون بدم. در کتاب طبری اینجا میاد نامه خلیفه عباسی المعتضد بالله رو، خلیفه عباسی که در سال 284 هجری قمری یک خطبه ای رو آماده میکنه، المعتضد بالله، بر علیه بنی امیه. طبری کتابش کتاب تاریخه.
هر چی که اتفاق افتاده تو کتابش ذکر میکنه. مثلا میگه در فلان سال یک عالم مثلا مسیحی در فلان جا این حرف رو زد، فلان پادشاه ایران این کارو کرد، پادشاه روم این کارو کرد، فلان این شد. این تاریخ داره ذکر میکنه. در این کتاب، در کتاب تاریخ طبری، در سال 284 المعتضد بالله، یکی از ولات به اصطلاح امرای یا خلفای عباسی که دشمنی شدیدی داشت با بنی امیه، دشمن بود و میفهمید انحرافاتی که در بین بنی عباس بوده، یعنی این واضح و آشکار است همه. در بین بنی عباس ما خلفای بنی عباس داریم که شیعه زدگی داشتن، صوفی زدگی داشتن، گمراه داشتن، بیدین، یعنی به معنی اینکه در عقیده مشکل داشتن در بینشون بوده و در بینشون انسانهای موحد، مجاهد، مبارز، امثال هارون الرشید که ستاره است زیاد بودن و در بینشون افراد گمراه هم بودن. بر صورت المعتضد بالله در اینجا میاد یک خطبه ای را آماده میکنه که این خطبه رو امر بکنه که در منابر خونده بشه و در این خطبه همین حرفایی رو که قزوینی نشون میده که ذیل آیه 60 گفته که شجرة الملعونه در قرآن مراد بنی امیه است، از تاریخ طبری که نشون میده اینجا جزئی از نامه المعتضد بالله یا خطبه المعتضد بالله هست که آماده کرده بود که بر روی منابر خونده بشه، که بعداً از این کارش منصرف شده، این کار رو نکرد. شما رو به خدا آقای قزوینی شرم کن، حیا کن، بابا ریشت سفید شده، بترس از خدا، پات لب گوره، فردا جواب خدا رو چی میدی؟ بعد چقدر تاکید میکنه فتوای طبریه، از جای نقل نمیکنه، حرف کسی دیگر رو نمیاره، روایت از جای دیگه نیاورده، حرف خود طبری داره، فتوا داره میده طبری که بنی امیه شجره ملعونه هستن. بیشرمی و بیحیایی تا این اندازه، یعنی خباثت تا این اندازه. تو از خدا نمیترسی قزوینی؟ از برای خدا بی راست تو بگو آخه، بگو بابا المعتضد بالله یکی از خلفای عباسی دشمن بنی امیه بود، یک خطبه آماده کرده بود، میخواست این رو در منابر بر علیه بنی امیه بخونن که بعداً منصرف شد. این مطلب رو تاریخ طبری در کتاب تاریخ ذکر کرده. احمد جان میگه اف بر این وجدان. اگر وجدانی باشه آقای قزوینی، اگر فطرتی باشه، اگر انسانیت و شرافتی در وجود تو باشه، این است عباس جان، این است حرفایی که اینا تو شبکهشون میزنن. بعد میگردیم به قضیه روایت بخاری. در روایت بخاری جا نگفته که خداوند مثل پای ما پا داره، مثل دست ما دست داره، مثل چشم ما چشم داره. هر کسی که این حرف رو بزنه قائل به تجسیم باشه، ما کافر و زندیق میدونیم. اما الله سبحانه و تعالی دست داره. در قرآن کریم ثابت شده که الله سبحانه و تعالی دست داره، الله سبحانه و تعالی چشم داره، الله سبحانه و تعالی اون صفاتی رو که برای خودش ذکر کرده در قرآن کریم و در احادیث صحیح برای ما رسیده داره. اما پایش مثل لیس که مثل شی، پاش مثل پای ما نیست، دستش مثل دست ما نیست، کیفیتش مجهول است، ایمان واجب است، سوال کردن در موردش بدعت است. این نظر اهل سنت است. این روایتی که ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که اعتقاد به این واجب است، سوال کردن در موردش بدعت است. و ما این اعتقاد ماست الله سبحانه و تعالی آن صفاتی رو که در قرآن کریم ذکر کرده برای خودش داره. اگر صفت چشم ذکر کرده، صفت گوش ذکر کرده، صفت دست، هر صفتی که برای خودش در قرآن و حدیث ذکر کرده الله سبحانه و تعالی، ما اعتقاد داریم که الله سبحانه و تعالی داره، اما نه مثل دست و پای ما. به طور مثال شما هم دست داری، مورچه هم دست داره، شما هم دست و پا داری، مورچه هم دست و پا داره، اما ولله مثل الاعلی، یعنی دست و پای انسان با دست و پای مورچه اصلا قابل مقایسه نیست. هر انسانی که بیاد به الله سبحانه و تعالی دست و پا قائل بشه مثل انسان ها، ما میگیم این کفر و زندقه است. اما این که الله سبحانه و تعالی این صفاتی رو که برای خود ذکر کرده داره، کیفیتش برای ما مجهول است، ایمان آوردن بهش واجب است و سوال کردن هم در موردش بدعت است، چون که عقل و شعور و ظرفیت ما انسان ها این چیزا رو درک نمیکنه. من یک روز مثالم آوردم در این مورد. شما بیا یک دقیقه به طرف آفتاب نگاه بکن، همه عصبهای شبکه چشمت میسوزه.
چون تو نمیتونی آفتاب رو درک بکنی که یک مخلوق کوچک الله سبحانه و تعالی است و کسی که بخواد که ذات اقدس الهی رو صفاتش رو اینطوری درک بکنه همه کیفیت و چیزش رو، این از فهم انسان بالاتر است. این در مورد دروغی که قزوینی گفت و من انشاءالله در هفته آینده اینو کلیپ دیگری هم هست در این مورد پخش میکنم، کلیپای از لعن و نفرین و توهینش هست. امشب میخواستم در این مورد صحبت بکنم، تماس آقای باقری وقت برنامه رو گرفت، یعنی بعد از دوستان بعد میگن که میان شما چرا به اینا وقت نمیدی. این وقت دادیم به ایشون که بیاد از یکی از دروغای قزوینی دفاع بکنه و نمیتونن دفاع بکنن از دروغش. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. ما سعی میکنیم یک تماسی بگیریم با آقای باقری. آقای باقری، آقای باقری تشریف دارن؟ آقای باقری؟ آقای باقری زشته، تلفنتو جواب بده، دست خانومت نده، خودت تلفنتو جواب بده، من باهات حرف دارم. شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. The called number is not valid. آقای باقری، من از موبایل شخصی خودم دارم بهت زنگ میزنم، لطفاً جواب بده. جناب آقای باقری، میدونم که شما دارید تلویزیون نگاه میکنید، لطفاً تلفن رو جواب بده. شما قرار بود در مورد دروغ قزوینی صحبت بکنید. دوستان عزیز، شماره آقای باقری است، داره تلفن زنگ میزنه اما ایشون جواب نمیده. 4 شماره آخرش هم 3489. جناب آقای حسن باقری. آقای حسن باقری، لطفاً تلفنتون رو بردارید، صحبت ما تمام نشده. شما اومدید اینجا ما رو متهم کردید که شما تماس ما رو قطع میکنید. شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. The called number is not valid. به هر صورت یک بار دیگه برای آخرین بار ما تماس میگیریم. شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. آقای باقری، از این بازی ها مردم بلدن، یعنی شما فکر نکن که شما میخوای سرکی کلا بگذاری. شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. بله. الان من تلفن داره زنگ میزنه. احمد جان زوم بکن رو شماره ایشون. نه، شماره شون رو نشون بده که داره زنگ میزنه. بله، شماره شون نشون بدید. بله، این شماره آقای باقری است و ایشون جواب نمیده. بله، بعد نگید که والا شبکه وصال حق تماس رو قطع میکنه. از این به بعد هم دروغ قزوینی رو پخش میکنم هم به این شماره. اینجا مرکز تلفن بین الملل ایران می باشد. شماره مورد نظر شما در شبکه وجود ندارد. لطفاً شماره خود را تصحیح بفرمایید. بله. بر صورت دوستان عزیز، اینم از آقای باقری که این همه داد و فریاد را انداخته بود، میخواست به دروغ قزوینی پاسخ بده. نمیتونید پاسخ بدید آقای باقری. خیلی متاسفم براتون، خیلی متاسفم، خیلی زیاد. واقعا حیف است، بازم تکرار میکنم، حیف است برای اون
آموزش پرورشی که شما اونجا دبیر هستید. برای سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری خیلی خوشحالم از این برنامه خوبتون، واقعا برنامه خوبی دارین. الله زنده باشید این کار بکنید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. ممنون. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ سلامت باشید. بفرمایید خیلی کوتاه و مختصر، وقت برنامه به پایان رسیده. بفرمایید برادر عزیز. ببخشید میتونید سوال بکنید؟ سوالات شرعی در روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید برادر عزیز. نه سوالات شرعی نیست، در همین مورد برنامه شما. بفرمایید. شما گفت اشعری مرتدن. من نگفتم. خب اگر مرتد نیستن کسی از عقیده از امام شافعی تقلید کنه، از اصول فقهی از اشعری تقلید کنه، مرتد؟ نه، در اصول فقهی از اشعری چیز بکنه مرتد نمیشه. ببین برادر عزیز و بزرگوار، من یک دو تا 4 تا بکنم که شما متوجه بشید. الان کسی بگه که من شافعی هستم در فقه، اشعری هستم در اعتقاد، این از 2 حالت خارج نیست. یا امام شافعی علیه بالله عقیدش خراب بوده، یا ابوالحسن اشعری فقه بلد نبوده. درسته برادر بزرگوار؟ اگر امام شافعی عقیدش خراب نبوده، پس چرا عقیده را از ابوالحسن اشعری میگیری که 100 و خورده سال بعد از ایشون به دنیا آمده؟ اگر عقیدش درست بوده، پس چرا عقیده را از امام شافعی نمیگیری؟ کسی که بگه من شافعی هستم و عقیده را از ابوالحسن اشعری میگیرم، معناش اینه که العیاذ بالله امام شافعی عقیدش عقیده درست نبوده و این مسئله ارتداد آوره. شما دارید یک امام بزرگوار مثل امام شافعی رو مورد اتهام قرار میدید. متوجه شدی برادر بزرگوار؟ بله آقای انصاری، شما خود فرمودید که آقای اشعری در آخر عقیدهش مثل عقیده امام شافعی بود. بله، اما عده‌ای هستن که هنوز هم همون عقاید انحرافی امام ابوالحسن اشعری رو تا الان هم پیروی میکنن و کسی که این اعتقادات رو داشته باشه این ارتداد آوره. متوجه شدید؟ بله کاملا. تشکر برادر عزیز. متشکر. خدا نگهدارت. مثلا کسی میگه که من در عقیده ماتریدی هستم. این به این معناست که امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه العیاذ بالله عقیدش خراب بوده. اگر عقیدش صحیح بوده پس چرا ماتریدی هستی در عقیده؟ تناقض است. ابن تیمیه این میگه بل انه من ازداد، یعنی این از تناقضات است که تو بگی من حنفی هستم در فقه، در عقیده ماتریدی هستم. یعنی ابو منصور ماتریدی عقیدش از عقیده امام حنیفه بهتر بوده؟ خب این تو داری به امام اعظم رضی الله تعالی عنه داری تهمت میزنی که عقیدش خراب بوده. یک نفری نماز خراب خوند، روزه خراب گرفت، حج خراب کرد، کافر نمیشه. عقیدش خراب بود کافر میشه. به طور مثال کسی در مورد توحید، در مورد الله، در مورد رسول الله، در مورد معاد، در مورد اصول دین، اصول اعتقاد به گمراه بره، به بیراه بره، آیا اینو بهش مسلمان میگین؟ هیچ عاقلی مسلمان نمیگه. اما یک احمقی بیاد بگه که من حنفی هستم در فقه، در اعتقاد ماتریدی هستم، در اینجا بهش میگیم خب امام ابو حنیفه منحرف بوده در عقیده علیه بالله. اگر این حرف رو بزنی خب این تو حکم تکفیر امام ابو حنیفه رو صادر کردی علیه بالله. و این از جهالت و حماقت کسانی است که میگن که ما در فقه حنفی هستیم، در اعتقاد ماتریدی هستیم. کتاب فقه اکبر، چرا اسمشو گذاشته فقه اکبر؟ یعنی فقه بزرگتر، بزرگ. این کتاب عقیده امام ابو حنیفه است. اگر تو واقعا حنفی هستی، عقیدت هم از امام ابو حنیفه بگیر، فقه هم از امام ابو حنیفه بگیر. نه اینکه فقه رو که اگر تو در فقه دچار انحراف بشی کافر نمیشی.
اما اگر در اعتقاد دچار انحراف بشی کافر میشی. پس به این معنی است که وقتی که تو میگی من ماتریدی و اشعری هستم، یعنی ابو حنیفه و امام شافعی عقیدهشون درست نبوده، اینا آدمای منحرفی بودن علیاذ بالله، و تو از عقیدت از کسایی میگیری که 150-200 سال بعد از اونها اومدن. حرف ابن تیمیه اینه، اما ای کاش بفهمن مردم که این بیچاره این زبان بسته داره چی میگه. منتها به خاطر اینکه بد جلوه بدن این عقیده اصلاحی توحیدی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رو 4 تا رافضی دروغگوی خبیث مانند قزوینی تهمت میبندن و بعضی از کسایی که اطلاع ندارن از اصل ماجرا میان این رو قبول میکنن. تماس‌های زیادی داریم، همه خطا مشغول است. من معذرت میخوام از عزیزانی که پشت خط منتظر موندن. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی این برنامه ها رو سبب هدایت و سبب ایمان و تقوا و پرهیزگاری کسانی بگردانه که راه رو گم کردن. ما والله با آقای حسن باقری و شریفی و قزوینی و یزدانی و علایاری و فلان علان دشمنی شخصی نداریم. اینجا شما همتون میدونید که در ایران کسی یک کلمه بر علیه این نظام صحبت بکنه چیکار باش میکنن. و روزی هم که ما تو این شبکه این برنامه رو شروع کردیم، زندان و شکنجه و ترور و قتل و شهادت همه چیز رو به جان خریدیم. حالا اگر که من مثلا بیام در این شبکه برنامه اجرا بکنم بر علیه این خزعبلات قزوینی و این نظام مستبد و ظالم و ددمنش آخوندی، به فرض محال بیاد یک کشور به من میلیارد بده، وقتی جان من از من گرفته بشه، وقتی من در این را جان خودم رو فدا بکنم، من با این پول میخوام چیکار بکنم در این دنیا؟ اینا به خاطر اینکه به دشمنا روایت خوندم از کتاباشون دیگه، تهمت زدن و خلاصه اتهام و این مسائل برای اینها عبادت است، این حرفا رو میزنن، مثل آقای باقری که اینجا در این مورد صحبت کرد. اما هدف چی است؟ هدف این است که ما پیرو رسول محبوب صلی الله علیه و آله و سلم هستیم که تا آخرین لحظه حیاتشون سعی و تلاش کردن که انسانها رو از گمراهی نجات بدن. تو ای برادر و خواهر شیعه که فریب قزوینی و امثال قزوینی و شبکه‌های اینا رو خوردی، آیا کافی نیست این دروغ‌هایی که ما داریم نشون میدیم؟ آیا کافی نیست که اینا دنبال یک مطلب کوچیک میگردن، یک اشتباه که بگیرن بزرگش بکنن؟ همین آخوند آلت پرست که ما کلیپی که پخش کردیم بعدش هم در موردش یک هفته بعد از پخش شدن این کلیپ معذرت خواهی هم کردیم که در این کلیپ اشتباه صورت گرفته بود و ما طرف حق هستیم. اشتباه بکنیم میگیم اشتباه کردیم. بله در این کلیپ اشتباه صورت گرفته بود، ما از همه بینندگان معذرت خواستیم و کلیپو دیگه پخش هم نکردیم. ما دشمنی شخصی با کسی نداریم، سخن حق رو میگیم ولو اینکه بر علیه خودمون باشه. میبینید این کلیپ ها رو که کوچکترین مطلبی از ما پیدا بکنن تو شبکهشون چقدر بزرگ میگن، چقدر دروغ و تهمت به ما میبندن، اما در مورد دروغایی که میگن اصلا صحبت نمیکنن، دفاع نمیکنن. و این آقای باقری کسی است که تو برنامه ندای شیعه که از همین شبکه ولایت پخش میشد و بعد از چند قسمتی که براشون آبروریزی به بار آورد این برنامه رو تعطیل کردن، تو اونجا برنامه داشت و میومد و فوش و ناسزا و لعن و خلاصه هزار یک دروغ و تلبیس و خزعبلات رو نثار بینندگان میکردن در اونجا که آخر عباس آبروریزی براشون بار آورد، شریفی و خورشیدی و همین باقری این برنامه رو بستن. همین آقای باقری الان 2-3 مرتبه تماس گرفت، منم بهش زنگ زدم، جلوی شما شماره‌اش هم همتون دیدید، میتونید زنگ بزنید بهش. این آقا 2 شبکه زنگ میزنه در 2 هفته، نمیتونه از یک دروغ قزوینی ای خودشو به این در میزنه به اون در میزنه تا از دروغ قزوینی فرار بکنه. آیا این براتون کافی نیست که به دنبال حق و حقیقت بیایید؟ پیرو من نشید، پیرو وصال، پیرو کلمه، پیرو نور، پیرو توحید بشید، پیرو یکتاپرستی، قرآن رو بخونید. به خدا فردا روز قیامت هیچ کس در قبر در میدان محشر به دردتون نمیخوره. بگید که والله در شبکه ولایت اینطوری گفته بودن یا مکارم شیرازی و سیستانی و خمینی و خامنه‌ای اینطوری گفته بودن، ما از اونا پیروی کردیم، به دردتون نمیخوره. شما رو با اونا یک جا میندازن جهنم. هنوزم سر وقت است به خودتون بیایید، دست از عناد بردارید. شاید فردا فرصتی نباشه، شاید امشب خوابیدیم و فردا بیدار نشدیم. چه بسیارن جوانهایی که در سن جوانی نه مرضی داره نه مشکلی داره، شب میخوابه صبح بیدار نمیشه، دار فانی رو ودا میگه.
نشه که روزی بیاد که در میدان محشر اون وقت داد بزنین یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک می بودم، اما اونجا به دردتون نخوره. تشکر میکنم از احمد جان، از فرید جان، از منیر جان، از همه برادران عزیزی که در کنترل شبکه با ما همکاری کردن، عزیزانمون در بخش گرافیک این کلیپ های زیبا رو آماده میکنن، از بخش پژوهش و پیگیری و بخش علمی شبکه که حتی در اثنای برنامه بعضی مطالب رو برای من فرستادن و تذکر دادن. الله سبحانه و تعالی تک تک شما عزیزان رو حفظ بکنه. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که علی الرغم همه مشکلات، همه سختی ها و همه گرفتاری هایی که داریم در این شبکه و اینها با تمام امکانات و با تمام وجود دارن بر علیه ما توطئه میکنن و جدا دارن فعالیت میکنن، سعی و تلاش میکنن. رافضیای تاجیکستان، رافضیای ایران، حکومت ایران، سفارتخانه هاش، حتی بعضی از کسانی که منتسب به اهل سنت هستن از تاجیکستان، امروزی که دوستان میگفت که اینها دارن شایعه میکنن که وصال حق بسته میشه. این یقین رو داشته باشید که اگر وصال حق بسته بشه صدای حق خاموش نمیشه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.